الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در هفته گذشته چون اکثرا برادرها که اینجا اشتراک میکنن در درس اکثرا جوانای هستن، اگر سنایشان کلان آمد سوام در جمله جوانای حسابشان میکنیم، دکتر صاحبشان وریانه دیگه. اکثرا برادرای محترمی که اینجا در درس اشتراک میکنن اینا دعوتگرا هستن. از این خاطر بعضی از جوانان از ما تقاضا کردن که ما دعوت میکنیم، در دعوت بعضی از مشکلات هم میبینیم، بعضی اوقات جگرخون میشیم، بعضی اوقات تصادم پیدا میشه، بعضی اوقات نه. برای ما یک چیز راهنمایی بکنین. باز ما یک چیز را به نام الفبای دعوت نوشته کردم و در هفته گذشته یک ذره چیز نرمال نبود، گفتم بعضی گپایشه، بعضی چیزایش مانده بود. خب خوب است که از آغاز ما بعضی نقاط مهمش هم میگم که کسایی در وجود من نبودن متوجه شوند. و این الفبای دعوت به خاطر کردیم به اساس کم تجربگی. همیشه ما تاثیر هم داشت، لکن بسیار اوقات خب بالاخره بعد از 20 سال بعضی از تجربه برای ما پیدا شد که ما همون تجربه 20 ساله خودم خدمت شما بیان میکنم که وقت شما دعوت میکنین اگر از این تجربه استفاده بکنین ان شاء الله تعالی همون اشتباهاتی که ما کردیم تکرار نمیکنین. یعنی شما از اول دعوتتان خوب، چون ما را کسی اگر چی راهنمایی شده بودیم خب بعضی مشکلات داشتیم. پس اینجا در الفبای دعوت چند قاعده هست. یک قاعده‌ای است که ما و شما وقت دعوت شروع میکنیم بهترین کتاب و راهنما در دعوت قرآن عظیم الشان است و ما باید آنچه که در قرآن عظیم الشان در دعوت گفته شده، چون قرآن کتاب هدایت است و در کتاب هدایت اساسات دعوت بیان شده و اولین دعوتگر اسلام شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه که یا ایها النبی و سراج منیرا. پس به خاطر ازی که وقت دعوتگر دعوت میکنه باید اساسات دعوت خدا و اسالیب دعوت خدا به مو شکلی که الله برش اجازه داده به مو شکل بکنه. ما متاسفانه بزرگترین شکست که حتی جوانایی که دعوت میکنن اشتباهات از اینا برای ما هم صدمه میرسانه. به طرف دین دعوت میکنه لکن اسلوب از خودش تیز گپ میزنه، کسی بسیار جدی هست. اینا مشکلی است که اینا وقتی که از اسلوب و روش سخن گفتن خود استفاده میکنن اینجا بر از اینا یک مشکل پیدا میشه. پس وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم الله برش میگه که وداعیا الی الله باذنه، تو دعوت میکنی به طرف الله به اجازه الله میکنی. پس وقتی که به مو هدف پیش میری وسایلی که برای هدف است رضایت الله باشه. در اسلام یک قاعده هست وقتی که میگه هدفت مقدس است وسایلی که تو را به او هدف میرسانه او هم باید چی باشه؟ مقدس باشه. مثلا یهود و نصارا و سیکولارها و کمونیستا یا به خاطر هدفی که دارن از هر وسیله و میگه که هدف وسیله را براعت میده. از این خاطر یهودیا به خاطر که یک جوان شکار بکنن میفهمن که جوان زیاد شهوت خوش داره، برازی دخترها را پیش میکنن و وقتی که دخترها خیسن به همراه از جوانا رقص کردن چی که این جوانا جذب بشن. مسلمانی را کرده نمیتونه که بگه والا من به خاطر رضایتی که
هدف خود از وسایل نامشروع است. بگو که قل ای رسول الله صلی بگو با بصیرت، با علم، با فهم، با دانش میرم. پس انسان وقتی که دعوت میکنه باید بفهمه که قرآن اساسات دعوت چه قسم بیان کرده. طبعا همه این کار میکنه و همه هر کسی که پس اینجا تبعنی اگر این دعوت به بصیرت ایره عطف بکنیم، یعنی من دعوت به بصیرت میکنم و کسانی که پیروی از من میکنن دعوت با بصیرت و آگاهی میکنن. پس کسایی که با بصیرت و با آگاهی دعوت نمیکنن، با اسلوب تند خود و با کلمات زشت خود دعوت بیان میکنن، پس یا از کسانی که از رسول الله متابعت میکنن نیستن. اینا متاسفانه با وجودی که خودشان فکر میکنن که من از پیرو اینجا علی بصیرت انا، یعنی من به بصیرت دعوت میکنم و کسایی که پیروای من هست. این اگر ایره بگویم که ادعو الی الله، صحیح شد نه؟ این ما دعوت میکنم به طرف الله و من اتبعنی و کسایی که پیروی من هست. پس اینجا دو تفسیر میشه. یک تفسیر که هر کسی که پیرو واقعی رسول الله صلی الله علیه و آله است او بدون دعوت زندگی کردن نمیتونه. اگر میخوای که پیرو رسول الله باشی صلی الله علیه و سلم، تو باید دعوت بکنی. اگر دعوت نمیکنی تو پیرو مطابقت از رسول الله صلی الله علیه و سلم نکردی. و اگر مثلا امی دعوتی که تو میکنی بود، تو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی. اگر با بصیرت دعوت نکردی، باز هم تو چی هستی؟ از کسایی که مطابقت از رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن نیستی. پس این دو نقطه را باید در نظر داشته باشه. قاعده دعوت چی است؟ قاعده دیگه دعوتی است که شیطان با هر کسی یکسان معامله نمیکنه. دعوتگر این فرمول را پیش چشم خود بگذاره. مثلا اگر یک نفری است دعوت میکنه، یک نفر است نماز میخونه، روزه میگیره، عبادت میکنه، شیطان بر از یک شیطانک لاغره کرایی میکنه. یک شیطانکی که فقط در وقت نماز خواندن اینه یگان تختقک بده که فکر از این دیگه طرف ببره یا ایره از نماز منحرف بسازه. اما برعکس از او اگر یک نفر شروع میکنه به طرف دعوت که باش نه من خود نماز خواندم، باید این مردمای دیگه هم نماز خوان شوم، من خودم به ساز موسیقی علاقه ندارم، در خانه خود چالان نمیکنم، باش که دیگرها هم از ازرار موسیقی دور شوم، من خودم به نظام اسلام کار میکنم، به خاطر اقامه نظام اسلامی باید دیگرها هم متوجه از این نقطه شوم. من خودم به طاغوت ایمان ندارم، دموکراسی و سوسیالیسم و کمونیسم رد میکنم، باید دیگرها هم متوجه از این شوند، تسلیم طواغیت نشن. من خودم غذای حلال میخوایم بخورم، باید دیگرها را هم به غذای حلال متوجه بسازم. این حال وقتی که من خودم به وحدانیت الله باور دارم، از شرک خودت دور کردیم، باید دیگرها را هم از شرک دور بکنم. به این شکل اینی انسانی که به این شکل دعوت میکنه، باز مشکل از او چی میشه؟ مشکل از این میشه که باز شیطان دیگه ایرو تا آرام نمیمونه. شیطان به طرف تو چی میکنه؟ اما تو شیطانای پالوان و تکواندوباز قوی میره که اگر ضعیف بودی در ایمانت هم تو قیلت میکنه، دست در زمین میزنید. یک قصه که کوتاه هست، کوتاه میگم که مطلبش بگیریم. بگه یک نفر دید در یک قریه یک دانه درخت است و این درخت است، کل مردم میگه گرد گرد از درخت طواف میکنن، بعضی ها میگن در بین از چوبک از استفاده میکنن، در پای بچه خود کشون میکنن. تمایم دید که واه تمایم خود شرک است، درخت قطع کرد. این میخوام مشکلات است. این دید که عالم چی کنم بعد از شیخ صاحب خیست گفت نه باید هر قدر بر مردم یک کم کم دعوت کرد. دید که مردم گپش گوش نمیگیره، گفت بیا کار دیگه میکنم. تبر گرفت شب 12 بجه شب خیست گفت میرم این درخت زمین بیخ توتا میکنم تا به صبح اوسونش میکنم، صبح که مردم بیا سعی کنه که درخت مرخ نیست گلمشون جمع میشه خلاص. این که صاحب تبر گرفت که در راه میرفت، شیطان دید که اوه میره آمد. شیطان گفت کجا بخیر؟ شیطان دیگه تو خوب چاق، دیگه تو خوب اندامایش هم دیگه رامبو وارد مقابل از صاحب استاد است. گفت تو چی میگی رامبو؟ گفت کجا میری؟ گفت که مثلا میرم اکریم درخت از بین میبرم. گفت من نمیمونم تو از بین ببری. خود صاحبی دو نفر چنگاو شدن، چون این نفر نیت قوی داشت، روح ایمانی داشت، همین شیطان با اینمی کتکیش کمی قیل کرد، همین گرد گرد سر خود یک چند دور داد، دست زد دمی زمین. شیطان صاحب
دید که والا صاحب از نگاه فیزیکی خو نشد، بیا از نگاه جنگ فکری رو شروع کن. آمد برای گفت که شیخ حالا تو بری درخت از بین ببری، این مردم میره دیگه درخت پیدا میکنن، دیگه کار میکنن، دیگه چی میکنن، پشت گپا چی میگردی، بیا من برات یک کار میکنم. گفت چی کار میکنی؟ وقت این پیسای دینار میگفتن، هم پیسای طلایی بود، یک دینار برات میتونم. حالا دینار اگه وقت سابقه باشه شاید $200 قیمت داشته باشه، برات صبحی $200 برات میتونم، یک ماه $3000-4000 معاش داشته باشی. ها مثل که همین شیخ الحدیث ها رو کسایی که خیزک میزنن، وقتی که یک ماشک $3000 برش پیدا کرد خلاص کل گپش خراب است. خیر خو که صبح خیز که بالش خود سایل میگن که یک دینار صاحب میره، صاحب یک روز صاحب گلم میخره و دیگر روز قالین میخره و دیگر روز صاحب کوچا چی میگه و دیگر روز خانه را صاحب 2 منزله کردن. اوه مردکه ها چه قدری مردکه صاحب همه چیز. دیگه شیطان کته ما غلط کردن، رفت صاحب می تبر گرفت، باز شیطان باز دمروش اومد گفت کجا میری لالا؟ گفت میرم درخت چپا میکنم. گفت پدرت چپا کردن نمیتونه؟ گفت تو کدام قرارداد کردیم، قرارداد شکستاندی. شیطان برای گفت که آنت ضعیف ساختم، حال تو نتونست که درخت از بین ببره و ذلیل و خوار شد و شیطان سرش قوی شد. اینا وقتی که شما قاعده اینمی است که شیطان با هر کسی یکسان معامله نمیکنه و دعوتگر مختص عقلت گپ میزنی، میگی فلانی شیخ صاحب میکنه، فلانی شیخ صاحب میکنه. ما گفتم خود قرآن میگه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. آل مردم تو گپ ملایت میکنی یا گپ رسول الله را میکنی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله در مورد مثلا کاکای خود یا در حمزه چی گفت؟ برین اصنعوا لآل جعفر رضی الله عنه. گفت اصنعوا، برین شما خانه‌تان در خانه‌تان شوروا پخته کنین، کچالو پخته کنین، پیاوه پخته کنین، یک کاسه خانه کی برین؟ خانه جعفر برین. پیغمبر گفته شما به خانه جعفر، بابا حضور هم نامش میمونه، خدای دی خیرات قبول کی، خدای دی یاجی صاحب جنتو هغه کی، دغه خانانو ته، دغه وزیرانو ته، دغه مشرانو ته، د پارلمان نمایندگانو ته چه خیراتو نور که. خوب مردکه موتر لکس شخصی داره، سرزو خیرات میشه؟ ها سرزو خیرات میشه؟ دروغ میگه. او خیرات خورم خود شرمنده چالباز است، این خیرات دهنده هیچ متاثر نباشه. بخپل مکانیم که بهار را باندی راسی که خزان. هر کسی که اشی که امیال متعادت کردیم امی غال مغال و جنجال مردم از این گوشه مدرایم تو قلب از این گوشه دیگه مبرایه. کسی که یک کلمه بد گفت یک مرمی فایر کنه سرش راکت فایر میکنم، دلش از زندگی سیاه میکنم. اما یوم خوب کار نیست. من که یگان دفعه قار میشم غلط است، اشتباهی من هست، باید قار نشم. لکن چی است که دعوتگر نباید متاثر شه. یکی از قاعده دعوت چی است؟ دومی قاعدش که دعوتگر از توصیف کس خوشحال نشه و از انتقاد کس خفه نشه. اگر از توصیف کس خوشحال شدی، یگانه که میگه استاد که قربانتان شویم که خدا مثل شما وار استاد داره که اگر نبایی این حال ما دیگه صاحب میبرید. دیگه نفر میگه استاد والله اگه خواهی میگه به تو اگه سر سوزن تاثیر کنه. دیگه این حال گفت سرازی است که دعوتگر مسلمان نباید با توصیف مردم مغرور شود و نباید با انتقاد مردم از دعوت خود منحرف شود. بگو انتقاد بکن، خلاص انتقاد بکن، هیچ سرش چیز نکنه. خب دیگه از فرمولای دعوت چی است؟ دعوتگر بی مطالعه مردم به شرک مبتلا میکنه، با کفر مبتلا میکنه. بعضی کسا دعوت میکنه خودش معلومات صحیح نداره، ایوازی که مردم به طرف اسلام متوجه بسازه مردم به کفر میکشونه. مثلا تو میفهمید یک مسجد است، یک 20 نفر نماز میخونه. این 20 نفر مردمایی است که یکیش صاحب نمیگیرم نامایشون، خب کلش ببینید صاحب 30 سال بی سواد، بی علم، بی مطالعه، بی همه چیز. این حتی صحیح بخاری رو پوشش نمیفهمه که این پوش صحیح بخاری سرخ است، سبز است، گلابی است، رنگ است. اگه برشان بگویی صحیح بخاری شاید بگه که خدا میگه صاحب در صحیح بخاری آمده و چی میگه که بخاری خب ما میره که نمی خانه میمانی میره بخاری میگه. این صحیحش البته توش که دود نمیکنه، رو صحیح میگه ایش که دود میکنه. اینا لو تابال صحیح بخاری را معنایش مفهومش نمیفهمم. تو آمدی صاحب یک دفعه صاحب همینجا درس خواندی، استاد بر تو تشریح کرد که باب رفع الیدین که گفت که رسول الله صلی الله علیه و رفع الیدین کرده که باز قبل از رکوع رفع الیدین کرده، بعد از رکوع رفع الیدین کرده. ایره خواندی یک دفعه بر تو ثابت شد که یکی از سنت های خوب رسول الله صلی الله علیه و چی است؟
رفع الیدین است. حالا تو صاحب دعوتگر ضعیف صاحب راست رفتی دمی صف اول مسجد دیگه صاحب امتصال رفع الیدین که کاکا که از طرف سال میکنه چی میکنه او کپک دیگه کم تا 6 تا صاحب تسبیح انداخته میره او صاحب از او اشاره میکنه ای نه صاحب کپک هم تور دادی. این حال چی میکنه؟ بس این حال تو برشان میگه کی رو پیغمبر کرده واسه انتقاد میکنن تا دیروزی که رفع الیدین نمیکرد ترک یک سنت کرده بود. حالا که ضد رفع الیدین کار میکنه ای بیخی خود در کجا انداخت؟ ضد پیغمبر خود ساخت. حتی در سنت رسول الله انکار کرد و دشنام داد و گپ زد. پس امیر کی کافر ساخت؟ دعوتگر بی مطالعه. پس دعوتگر با مطالعه اول چی میکنه که نه اول باید از عقیده شروع کنیم. یک حاجی صاحب خدا شما را خیر بده خدای میکاکا که اینجا چه خوب آدم هستی حاجی صاحب چی تو بگی حاجی صاحب تو چاکلیتی آدم تو بگی یک چاکلیت بخو و حاجی که سنسه که والا چقدر خوب آدم است او دیگه حاجی صاحب خانگل این یکی خان است یکی گل است. ای خود یک مردم ها که تو الفت گرفت در عقیده برشان کم گفتی از توحید برشان گفتی از رسالت برشان گفتی لا اله الا الله را برشان تشریح کردی موضوعات از این خوب که مردم که سنتو سیل کرد باز بعد از او که یا خوب خوشحال شدن بعد از این آیسته باز میگه آج صاحبا یک چند حدیث از رسول الله هم نخوانیم باز وقت که تو بلرسن وقتی که احادیث شروع کردی نماز صحت نماز چیزای خوبه اول مبارزه را با ضد شرک آغاز کردی شرکیات دور کردی یا را جور کردی بازی که ارزش سنت گفتید پیروی از رسول الله ما گفتی کل از که خوبی مردم عقیده کرد بازی که احادیث بخونی و خودش میبرد خی استاد وقتی که رفع الیدین است تو چرا نمیکنی بگو خلاص من اشتباه کردم یعنی من غلط کردم بگی شروع کنیم خود به خود محکمت میگیره بگی اینی سنت پیروی بکنیم. اما تو که از روز اول میکنی از این خاطر دعوتگر فهمیدی از این خاطر عمر رضی الله عنه چی میگفت که لا یتجر فی سوقنا الا من فقه. حتی در برنامه اقتصادی عمر رضی الله عنه یک اقتصاددان بسیار بزرگ بود. او چی میگفت در نظام اقتصادی اسلام عمر رضی الله عنه چی میگفت در مارکت ما کس حق نداره اینجا تجارت بکنه دکان باز بکنه تا وقتی که اساسات اقتصاد اسلام بفهمه. لا یتجر فی سوقنا الا من فقه و الا اکل الربا. در غیر از او گفتی مبتلا به سود میشه. تو نمیفهمی که مثلا چه قسم معامله بکنی چه قسم خرید بکنی چه قسم فروش بکنی. اول این اساسات یاد بگی باز بیا اینجا دکان یا اینجا در سرای ما در مارکت ما یک بخش باز بکن. پس وقتی که در تجارت اقدر دقت است در دعوت خو اساسش عقیده هست. تو خودت کل سیدی های عقیده را شنیدی در سایه عقیده را میفهمی تو اساسات تکییف تعویل ایگپا را میفهمی. بعضی کسا هست ید الله فقط رفتم در یک پانتون مرا خواستن که فلان صاحب قبل از تو یک استاد بود این صاحب تشبیه میکرد میگفت خدا دست داره خود صاحب رو کشیده بدن. من که رفتم من برشان گفتم که برادر عزیز الله سبحانه و تعالی در قرآن گفته که ید الله فوق ایدیهم ید الله هست لکن فرق بین ازی است که وقت ما و شما میگیم که رأس سر انسان حال وقتی که ما میگیم سر انسان و میگیم سر کو آیا سر کو سر انسان یک چیز است؟ سر انسان خوبه گرده کلولگک دو تا چشمکای چخور گوشکای پکه اینی ره سر انسان میگه. اما سر کو که است خوب سنگای کټه فلان است. پس گفتم کلمه سر برای کو هم استعمال شده برای کی استعمال شده برای انسان هم. پس بین از فرق است. ید برای الله هم استعمال شده و برای مخلوق هم استعمال شده. ید انسان اینی هست ید الله کما یلیق بجلاله و عظمته. دست الله به مو شکلی است که به جلال و عظمت الله میزیبه. ما کیفیتش نمیفهمیم با دست مخلوق تشبیهش نمیکنیم. گفتن کلگی قبول کن ولی گپ خوبش است. او دعوتگر چی بود؟ من گفت خیلی چرا تو میفساد؟ من گفتم او خرزابت بود. فهمیدی یعنی دعوتگرای خرزابت خود وضعیت خود خراب میکنن. بخش قاعده دیگه که در دعوت است چی است؟ برای خود توازن فکری ایجاد کنه. توازن فکری چی است؟ دعوتگری که توازن فکری نداشت دعوت از ضربه میزنه. چی معنی توازن فکری؟ مثلا اگر شما یک کسی هست دلایل امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه را میشناسه و میگه که این ما کتابای فقهی احناف خواندیم در کتابای فقهی احناف مثلا اینی موضوع هست. این حال توازن چه وقت برای ایجاد میشه
که بیای سیل بکنه که امام شافعی چی گفته، امام احمد ابن حنبل چی گفتن، امام مالک رحمت الله علیه چی گفتن. وقتی که اینی مذاهب مختلف، نظریات مختلف مطالعه بکنی، خود به خود برات یک نوع توازن فکری ایجاد میشه. میفهمی که ای که دلیل میگه هم سند داره، ای که دلیل میگه هم سند داره. اگر امام صاحب احناف یک موضوع را میگن، اینا هم سند داره. اگر امام شافعی یک چیز میگه، او هم سند داره. پس از این خاطر ما هیچ وقت در جنجال و مشکل پیدا نمیشه. اما اگر یک بخش خواندی و چند بخش دیگه فراموش دست پیشت، اینجا توازن فکری تو گدوت شد و به اساس این عدم توازن در فکر تو بالاخره جنجال پیدا میشه. از این خاطر در هر موضوع حداقل خود زحمت بده، حداقل همی 4 مذهب دلایلشان بفهم در هر موضوع. و باز ببین که صاحب وقتی که دلیل میگن چقدر از قرآن استناد میکنن، چقدر از احادیث استناد میکنن، چقدر دلایلش قوی هست و این دیگه هم چقدر دلایل داره. باز او میتونی تو ترجیح بدی که والا یا هم دلایل داشت یا هم دلایل داشت، خود دلایل از این یک کمک از دلایل از این که چی بود قوی تر بود. باز اونجا صلاحیت ترجیح پیدا میکنی. اما یک نفری که تنها مذهب احناف خوانده، او دیگه نفر دیگه که تنها مذهب شافعی خوانده، در بین از صاحب تصادم میاد. ببینید که حنفی و شافعی صاحب چنگه وزن قال مقال انداختن. اما اگر شافعی حنفی رو بخونه، حنفی شافعی رو بخونه، در بینشان چی پیدا میشه؟ توازن فکری پیدا میشه. هیچ وقت جنجال نمیکنه. و اینمی جنجال های انسان های غیر متوازن سبب از این میشه که اسلام ضربه میبینه. 10 نفر در مسجد نمیه، اونم 10 نفر هم در بین از زدنک و کندرک و جنجال است. ایوازی که اگر یاد این 10 نفر اگه متوازن باشه، حداقل بره یک 20 نفر دیگر از سرک، یک 20 به نماز بره داخل مسجد. 20 نفر به نماز از بیرون داخل مسجد نمیه، همین 5 نفر که نمازخوان است همین هم چی میکنه؟ گدوات میکنه. اون صاحب در دان کوچه خوب خنده و قطقطک است، در سر سرک خنده هست. او دگاهی که صاحب دول ماندن، صاحب ببینید صاحب چپاکاکل دارا، صاحب چپاکاکل مای تابان هی رقص ستن است. اون 5 نفر که در مسجد نماز میخونه بین از چی است؟ زدنک است. این جنجال کی پیدا کرده؟ انسان هایی که توازن فکری ندارن، مطالعه ندارن. یک حدیث خوانده یا یک نظر خوانده خلاص او میگه بابا کلان من این تو کده، او میگه ما حدیث خوانده می قسمت صاحب زده میرن اردویشان. والله نه اردوی از یا نه حنفی هستن، نه شافعی هستن، نه پیرو قرآن هستن، نه پیرو سنت هستن. چرا مسجد خواهی عبادتگاه؟ در مسجد انسان باید چون خانه خدایی رو میگی با احترام الله باید در خانه خدا که از جنگ نکنه، صدای خدا بلند نکنه. در مقابل رسول الله سماعت قرآن آمده که لا ترفعوا یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اونجا درس صحیح بخاری است، یک نفر قال مقال میکنه. اونجا صاحب در داخل مسجد که جای مقدس است قال مقال از جام ابراهیم. از این خاطر باید برای خود توازن فکری ایجاد کنه. دعوتگر بعد از او بحث و مناظره شروع کنه. بعضی دعوتگرا هستن میگه که والا صاحب وقتی که من دعوت کردم، مشکل من این است که وقتی من دعوت کردم من ناکام ماندم، مردم مرا اتو گفت، مردم مرا اذیت کرد. مردم یک قاعده هست که اذیت شدن در دعوت مقام داعی را بلند میکنه. مقام تو هست 20 درجه. وقتی که اذیت شدی، دشنام شنیدی، لط خوردی در دعوت، تکلیف دیدی دعوت، مقام تو بلند شدن میره. تو چطور میخوای که خدا بر رسول الله صلی الله علیه و آله برسانی و رسول الله از سر کلیش کلش خون جاری بود، از تو یک قطره هم نریخته؟ رسول الله صلی الله علیه و آله چقدر اذیت شد، تو هیچ اذیت نشدی. از این خاطر وقتی که دعوتگر اذیت میشه باید بگه الحمدلله که به خاطر دین من این تکلیف دیدم، الحمدلله که من به خاطر اسلام این تکلیف دیدم، الحمدلله که اینی ایناله. بسیاری وقتا مثلا ما که میریم در یک مجلس، والله کی آمد؟ استاد آمد. فلانی استادم. کلگی صاحب بخید و سلام علیکم جور هستی و بخید و صاحب کلگی خوب احترام میکنن جای بلند. وقتی که همین گپ شروع کردیم، دعوت شروع کردی، بازی ببین صاحب که از او یکی قواره کشت تا شده و پس پسک او تو میکنن، اذیت میرسانن. از این خاطر تو بفهم که در وقتی که در دعوت تو یک تکلیف یا سختی یا یک کلمه رو میشنوی، مقام تو چی میشه؟ بلند میشه. تو خوش باش. پدرت یک گپ زد، برادرت یک گپ زد، فامیلت یک گپ زد، همسایه یک گپ زد، رفیقت یک گپ زد، امی گریش که بانی یک دفعه اوه القاعده شدی بچه مالا بخیرم القاعده شدی ها که امی گفت اولین اذیتش امی وقت که کمک ریش ماندی دی درس که آمدی کجا رفته بودی؟ والا صاحب در درس رفتم. ای بی عقل
چی فیلم هندی بود، چی زدنکا بود، تو فیلم ماندی آمدی رفتی دو درس. این ملا بسیار پر میگن پیش از یاتششی. این حال صاحب اور به عقل جورت میکنه، ساده برات میگه، گپای چیز میگه. پس این کل گپا از کجا پیدا میشه؟ از این پیدا میشه که وقتی که در دعوت شروع کردی اذیت رساندن مردم رتبه تو چی میکنه؟ بلند میکنه. از این خاطر همیشه دعوتگری که خوب دعوتگر است خوشحال میباشه. هر قدر که انتقاد کرد، یک نفر بود میگه در مسجد داخل شد، در مجلس دید که صاحب یک 4 5 نفر پیش والی شیشته غیبت از این میکنن. این صاحب دویده رفت یک دمی شاه رفت گفت از این خرمای درجه کم تو کتا از این صاحب یک ثابت خرید آورد برازیا. یا پرسان کردن برای کلش توضیح کرد. یکی پرسان کرد گفت ببخشید صاحب ما غیبت تو را میگیم، تو رفتی بر ما خرما آوردی. گفت ما آوردم این خرما را که خوب انرژی بگیرین دگام غیبت کنین. چرا کلتان نمازایتان برای من روان میکنین؟ با هر غیبت 2 رکعت نمازت برای من می. این حال دعوتگر مسلمان از انتقادات مردم خفه نمیشه، از اذیت مردم خفه نمیشه، بلکه چی میشه؟ خوشحال میشه که تو که سر من انتقاد کردی رتبه من پیش الله چی شد؟ بالا شد. چون الله میفهمه که من اگر دعوت نمیکردم هیچ وقت سر من کس انتقاد نمیکرد، وضعیتم نمیرسن. کس غرض نگی. حال تا 40 سالگی رسول الله سمک از غرض میگرفت. تا 40 سالگی قرار رسول الله دستاش در جیبش میبرامد، اونجا بت پرستی بود، اونجا زیر پای هبل گوسفند میکشتن، شتر میکشتن، خون شده پای از میزن. رسول الله هیچ چیز نمیگفت. کلگی میگفتن که محمد امین است، محمد صادق است، محمد طیب است، محمد طاهر است. بیا حجر الاسود هم تو بانده دار ندوام بالا بشی. مجرد که رسول الله همین روز اول که گفت که دست مارکت برآمد گفت که قول لا اله الا الله تفلحوا، یک دفعه صاحب ابو جهل ابو لهب کلگی خیسن گفتن این کاذب است، این دروغگوی است، این مجنون است، این فلان است فلان است. پس این لقب ها حالی که تا وقتی که تو دعوت نکردی بسیار خوب آدم هستی، پروفسور هستی، استاد پوانتون هستی، بسیار شخصیت عالی هستی، بسیار فصاحت داری، بسیار بلاغت داری، بسیار خوب آدم هستی. مجردی که دعوت کردی تروریست هستی، اکستریمیست هستی، افراطی هستی، فاندامنتالیست هستی، بنیادگرا هستی، وهابی هستی، کلی لقبا رو برات میده. فهمیدی یعنی؟ قاعده دیگه ای است که دعوتگر واقعی یک مرور بکنه به آسیب هایی که رسول الله صلی در دعوت دیده. یک سیل کو من دعوتگر هستم، ببین که رسول الله صلی در مقابل دعوت چی دیده. اول صفحه سیرت که میخوانی که امیر رسول الله مجرد دعوت شروع کرد به طرف توحید، ابو لهب گفت یک ضرر کلان میرسم. رفت راستن 2 تا بچه‌اش بود، بچه‌ای خدا گفت که بچه‌ایم این 2 دختر رسول الله صلی گفت 2 دختر از این خانمای شما. بچه‌اش گفت بله است، فردوش طلاق بدین. رسول الله می خانه که دخترش گریان داره. این یک پدر میفهمه، یک پدره که بیاید در خانه که دخترش گریه داره، یک شاملی 2 تاش هر دویشان صاحب طلاق داده. یاسیبه رسول الله صلی به خاطر چی دید؟ به خاطر دعوت دید. برای تو هم تو یک مشکل ده؟ مقاله خان تو چرا دختر تا آوردی؟ همین گپا که میزدم دختره که خود را سعی کردم که دختره که سالگه که انتقاد میکنم دختره که من تو یک قسم متاسف همین 100 دو نکرد، همین یک سونو چیره همین دختره که بسیار دل من تکت همون لحظه ما دیدم گفتم سبحان الله محمد رسول الله از من که دختره که 6 ساله می گپ زد گفتم اگر نزدیک می بودی از زن که دواندر زیادت میکنه سیز نه. اما به هر صورت اول که 2 دخترش چی تو حداقل همون مشکلاتی که رسول الله صلی در دعوت دیده 1% سر خود در جای از او قرار بدی. در طایف میره چیزی که غلام و لندغر و زیر دار گریختگی و 4 تنگ قرضدار است کل از یه سایمه یعنی سنگ زدن میرن سر رسول الله صلی الله علیه و سلم. فهمیدین؟ آیا کدام روزی کدام سنگی به خاطر دعوت طرف تو پرداخت شده؟ رسول الله هم تهمت زنا را کردن تا که آیات قرآن نازل شد. دمی 2 ماهی که
حادثه افک شد، تو فکر بگو در خانه تو بسته قریه کلگی سر خانمت تهمت بکنن و دوست دشمن هم میگه تکرار بکنن. موقف رسول الله صلی الله علیه و حالت چی است؟ اینا وقتی که تو این سیل کنی، این سیل کنی، این سیل کنی، باز بعد از میگه که سبحان الله والله رسول الله واقعا اونمون مقام عالی داد. ما چی دیدیم؟ نه کس سر خانم اعتراض کردن، نه سر اولاد اعتراض کردن، نه دخترم طلاق دادن، نه خودم کس لط کردن، نه دندانم شکستانده، ها؟ نه در سر در پالوی خانه کعبه، در سر شانه های چیزی که کثافات شترها هست، شترها که میکشتن، این شترها که بکشینه داخل شکمش شکمبه و گندگی و تراز اونو رو سب اون طرف رودا و شکمبه رو جمع انداختن، مشرک میخیده سب کل از میره در سر شانه رسول الله صلی الله علیه و آله انداخته میره و رسول الله صلی الله علیه و در حالت سجده هست، در بالای سرش مثلا شکمبه شطور 2 سیر 3 سیر 4 سیر وزن داره سب، یعنی سب در سر شانه های رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و بالاخره ابوبکر صدیق میگه که شما کس را اذیت میکنن که میگه که الله یکی هست. این خوب خیلی تو چه قسم دعوتگر اسلام هستی؟ ما دعوتگر هستیم صاحب. اگر ایواز برای ما قابلی پلو پخته نکردن، در خانه یک نفر رفتم که مثلا شوروا پخته کرده بود، باز من نه آقا آمدی تی قاریتای رسایی که این خانهش رسایی که پیسش رسایی که برای ما اگر تا یک کاسه شوروا پخته کرده میرفتی خوب یک چند خوراک، یک 20 خوراک 30 خوراک بازم کبابای درجه 3 و 4 هم نه فرست کلاس میوردی که ما خوب دعوت میکردیم. این صاحب بیره دعوت چی میگه؟ دعوت کبابی. اما برعکس ازی بین که در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم که دعوت میکنه و ما در خانه خود چیز است، چیز دارین که چای صبح بخوریم؟ میگفتن نه. باز میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم دیروز یک حدیث خانم میگه که باز رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ان شاء الله من روزه میگیرم امروز. چی میگیرم؟ روزه میگیرم. سبحان الله. الله ما شما رو توفیق بده که دعوتگر شویم مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم. دیگه قاعده دیگه ای است که وظیفه دعوت های منکرات است، افشای منکرات. بعض جایا که بری که یگان تا خوب خود دعوتگر میگیره، والا صاحب در این کوچه ها تو یک کار شد، در اون کوچه دیگه کار شد، همین گپا تلویزیون ها میزنه، این گپا رو تلویزیون ها میگن. این افشای امحای منکرات کنی. این همی بدی ها بچه فلانی تو کرد، دختر فلانی تو کرد، فلانی جایی تو شد، این غلط است. برای دعوتگر درست نیست، وقت ضایع میشه. وقت بعضی کساس والا دعوتگر قصید باری قصاره نه زب تو باش استاد ما قصه بکنم خدا اینو تو یک بغل انداخته دم قاریم و یک آدم بود که زن شد تو کرد که بچه او کاکا بانم ماره که امحای منکرات بکنیم، تو افشای منکرات شروع کردی، غلط است، کارت نادرست است. این گپا هست. دیگه قاعده ای است که اخلاق داعی صلاح داعی است. دعوتگر مسلح باید باشه. مجاهد وقتی که به جهاد میره باید سلاح داشته باشه. صلاح داعی چی است؟ اخلاق داعی است. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و شما دو آیت مقایسه بکنین. با موسی علیه السلام و با هارون علیه السلام الله چی میگه؟ اذهبا الی فرعون انه طغى وقولا له قولا لینا. شما دو نفر برین. موسی علیه السلام خوب متتن بود، خوب جدی برخورد میکرد. امی که آمد که امی بیادر خدا دید که بنی اسرائیل دید که گوساله پرستی میکنه، اول آمد از امی ریش و کلی هارون علیه السلام گفت فهمت خوبی یک تو داد. او برش گفت که یا اخی لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اثر ریش من نگی. من قدر دعوت یارا کردم که مردم یهود بنی اسرائیل است دیگه، بنی اسرائیل است. الله برشان گفت که موسی ای هارون برین پیش سخت‌ترین دشمن من و قولا له قولا لینا. برای چی بگوین؟ یا پای نرم بگوین، بسیار با اخلاق گپ بزن. همیشه اسلوب انسان‌های با اخلاقی است که نرم گپ میزنن. اما با رسول الله صلی الله علیه و آله چی میگه؟ فبما رحمت من الله لنت لهم. ای پیغمبر
تو را الله به اساس رحمت خود نرم خلق کرده. نگفت کجا برو نرم شو، گفت این رحمت الله هست که در بین یک عرب هایی که بسیار تند هستند، بسیار اصاب خواهی هستند، بسیار بلند بلند گپ میزن، همین کوچی های عرب. یگان دفعه کوچی ها رو دیدینه که دمی آخر سرویس شیشته باشد، دمی اول دریور میفهمه که چی قصه میکنن. بلند بلند های اوتو دانه واگان بوی و اوتو پسونه و دامی را واسطه و دامی دسته که و یالتالار. عرب های بادیه نشین هم که بودن اما تمی کوچی ها و رامت کتک کتک و تن تن کمی تا کمی کس یک کلمه گپ میزد اما کت سیلی دمی دانش میزد. الله بر رسول الله صلی چی میگه در بین اینمی عرب هایی که تو پیدا شدی فبما رحمت من الله لنت لهم، بسیار نرم شدی. ولو كنت فظا غلیظ القلب، اگر فظ تند می بودی، ظاهرت خشن می بود، با خشونت برخورد میکردی، غلیظ القلب سنگدل می بودی، لانفضوا من حولک، مردم از چهار اطرافت فرار میکردن. پس دعوتگر مسلمان باید بسیار نرم، بسیار الفاظ شیرین. هیچ وقت کوشش نکو که در جریان دعوت تو جانب مقابل آسیب ببینه یا ضعف شخصیت بکنه. اون روز یک جوان که تمام شیشته صاحب تو یک چشمم که تاور میتن استاد دایی باز میگه یا شیخ خودم تو دان خودم صاحب تنبور وارو جور میکنه سر من، در حالی که عقیدهش مثل عقیده ما، عبادتش مثل عبادت ما، کتمه خوب جور است. ات گپا زد که در 5 دقیقه یک 10 دفعه خود مرا توهین کرد. من گفتم خدا تو را ببخشه. این که ما که مرا شیخ میگی، یعنی شیخ به معنای استاد و راهنما و مرشد، ما که مرشد تو هستم 10 مرتبه صاحب مرا گرفتی پست کردی سیر پودینه من دستم دادی. تو اگه کردی یک نفر که مخالف تو باشه چی خواد کردی؟ این درست نیست برادر عزیز، درست نیست. اخلاق دعوتگر یک بچه که خورد رفته صاحب یک منطقه کلان از دست قال مقال و جنجال که در بین ازوا کرده او مردم بیخیان در کفر کشاند. چرا برادر عزیز؟ ولو که تو را که از دشت نام داد تو باید دشت نام ندی. تو را بد گفت باید تو کس را بد نگی. او تندی کرد تو باید تندی نکنی. او بد اخلاقی کرد تو باید بد اخلاقی نکنی. قاعده دیگه است در دعوت که 2 پیامبر با 1 طغیانگر. سر از این فکر کن. برای کل دنیا 1 پیغمبر است. سیست برای کل قاره زمین کیست پیغمبرش؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. برای فرعون خانه خراب چند پیغمبر رای کرده بود؟ 2 تا. الله میدانست که طغیانگر است. الله میدانست که قابل هدایت نیست. الله میدانست که این دعوای ربوبیت کرده، لکن به خاطر اقامه حجت بالای از او که باز روز قیامت فرعون نگویه که صاحب مرا در تاترین دوزخ انداختی، بر من باز برش میگه که بردگاه 1 تا روان کردم، بر تو چی هست؟ 2 پیغمبر روان کردم، لکن تو 2 تا را قبول نکردی. از این خاطر باید ما ایره بفهمیم که در چی هست؟ در چی هست؟ اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى. خب قاعده دیگه ای است که برای دعوتگر میگه که عملت سخنت مؤثر میسازه. عملت. حالا بسیار مولوی ها برای ما گپ زده هیچ تاثیر نکرده، بسیار مولوی ها گپ زده هیچ تاثیر نکرده، قرار شیشتیم. اما اون روز یک جوان برای ما گپ میزد 1 دفعه لرزه در اندام من. چی میگه؟ الحمدلله الحمدلله من در لندن بودم، الحمدلله چون مسلمان بودم مرا از لندن کشیدن، الحمدلله 1-2 هفته باز مرا در لندن بندی کردن، الحمدلله. باز میگه سبحان الله و ماشاءالله، باز مرا 1 سال در افغانستان هم بندی کردن، الحمدلله الحمدلله. باز عالم الحمدلله. ما که این گپای سال میگن لندن تولد شده بود. استاد مرا ببخشی، استاد مرا ببخشی، من فارسی رو صحیح یاد ندارم، بیادبی نشه، گپای صحیح یاد ندارم فارسی رو. استاد الحمدلله آل آمدیم بچه کاست در مسجد مولوی سید معروف، بچه کاست الحمدلله، بچه کای 9 ساله 10 ساله هست، الحمدلله ما 24 ساله هستم، که بچه کای 10 ساله قرآن حفظ میکنم. این ایمان
که صنفی چند ساله باشه، 9 ساله و 10 ساله باشه و تو کتازو بشینی قرآن حفظ بکنی. لندن ایلا بودی، پیسر ایلا بودی، پدر در لندن باشه، مادر در لندن باشه، بیادرای در لندن باشه، دکان داشته باشی، تو امکانات داشته باشی. از ما صاحب دعوتگره که برش یک ویزاگه که دعوت که روان بکنه که بیا به لندن دعوت هستی دیگه، صاحب از اینجا که صاحب شاک و کجا نخوانده میره تا میدان هوایی، اما اون مردکه لندن ترک میکنه، در کجا می در افغانستان در یک مسجد قرآن حفظ میکنه. و ما صاحب 60 ساله شدیم تا بال قل هو الله احد درست تلفظ کردن نمیتونیم. یک جای صاحب یک چند نفر بود خوب و زیاد ترانه میخواندن، مرا گفتن برای زیاد درس شروع کردن که صاحب ترانه خوانه صاحب هر کدام دوست در گوش خود میمانه که میگه که ایران بانی حفظ شده ای شیران. گفتم کاکا صاحبا گفتن ما گفتم اگر تو نمیشه که ما شما می درس که میخوانیم می سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس بخوانیم، برشان میخوان بخوانیم قل اعوذ برب الناس، گفتم تو کسی قل اعوذ برب کل عمر خدا در ترانه تیر کرده، قل هو الله احد یاد نداره. میم ذال گویا که تا خدا هلاک کنه بگو ذال. 60 سال است تا بال ذال یاد نگرفته، 60 سال نماز غلط میخونه. قرآن خودتو نیست که تو میخونی، قرآن به یک الف حیر همزه بسازی، عین هم سکو حلیم علیم علیم، سیز نه؟ علیم بسیار عالم، حلیم بسیار بردبار، علیم بسیار دردناک. الله میگه والله علیم بذات الصدور، ای کاکاگک میخوان والله علیم، مانا غلط شد نشد. الله بسیار عالم است، این میگه الله بسیار العیاذ بالله دردناک است. حالا استاد دیگه نه استاد چی؟ همه بسیاری بچه‌ها قرآن صحیح خواندن نمیتونن، بگو انگلیسی رو بگو بگو یک تبریک میگن congratulation. خوب اما تو انگلیسی رو اگه بخوای خوبش بگی فکر کن دادن ناصر congratulation. ایت انگلیسی رو congratulation خوب یاد داره که خوب اما تعزیز که انگلیسی ها خوشش میاد، اما وقتی که بخوان قرآن شریفه الحمدلله رب العالمین الحمد. چرا برای انگلیسی وقت میته، برای قرآن وقت نمیته. حداقل 3 ماه کورس انگلیسی خواندی، برو 1 ماه کورس قرآن بخوان. من نمیگم انگلیسی نخوان، من نمیگم انجینری نخوان، نمیگم طب نخوان. من طرفدار از هستم که آدم باید زبان‌ها رو یاد بگیره. اول من خودم دعوتگر، وقتی که دعوتگر هستم انگلیسی رو یاد میگیرم و تا اندازه الحمدلله یادم گرفتیم، یک اندازه مشکلاتم دارم، اما نمیگم که انگلیسی رو یاد نگی، انگلیسی رو یاد بگی. اما انگلیسی رو خوب یاد میگیری و قرآن هیچ یاد نداری، باز اینجا دیگه جفا هست. از این خاطر اگر تو عمل بکنی، تو تقوا داشته باشی، تو در خانه خودت نماز خوب بخوانی، خود به خود عمل تو چی میکنه؟ خودت حرام نخوری. اما یک نفر خوب دعوت میکنه اما خودش در قسمت از این خوب گپ میزنه از اخلاق، خودش بسیار بد اخلاق است، خودش بسیار تند است، خودش بسیار زشت است، هیچ تاثیر نمیکنه سر مردم. پس عملت است که چی شوه؟ دعوت تو را مؤثر میسازه. از این خاطر یک تعداد از غلامان، اونجا یکی از روایت ها هست میگه یک تعداد علما آمدن پیش حسن بصری رحمت الله علیه، بعضی گفتن که والا سبب همین بادارای ما را بسیار به تکلیف ساخته، برای زمین یک روز جمعه گپ بزن. حسن بصری رضی الله تعالی عنه رحمت الله علیه برشان گفت که صحیح گپ میزنیم ان شاء الله. جمعه اول گپ نزد، جمعه دوم گپ نزد، جمعه سوم، جمعه چهارم که آمد در نماز جمعه برای مردم گفت که مردم غلاما را ایقظ کنین، غلاما را باید احترام بکنین، باید اینا رو چی کنین. امی کسایی که در این مسجد بود کلشان چی کردن؟ غلامای خود آزاد کرد. این غلاما بدن به حسن بصری که صاحب تو چرا همین تبلیغ تا یک ماه پیش نکردی؟ تو یک مورد تکلیف ماندی. حسن بصری رحمت الله برشان گفت که برادرای عزیز، دعوتگری که خودش عمل نکنه در گپ از او هیچ تاثیر وجود نداره، هیچ کس متاثر نمیشه. خب گفت من از این خاطر که گپ مؤثر شه، من پیسه نداشتم، غلامم نداشتم، رفتم مزدوری کردم، خواری کردم، غریبی کردم، پیسه پیدا کردم. در یک ماه باز رفتم یک دانه غلام خریدم، بازو غلام خدا به خاطر رضایت الله
آزاد کردم. بعد از آمدن در مسجد چی کردم؟ خطبه دادم که همین خطبه به سر مردم چی کنه؟ تاثیر بکنه. پس دعوتگری که خودش بد اخلاق باشه، خودش عمل نکنه، هیچ وقت گپش از این خاطر خودت عامل باش که عمل تو چیز کنه. دیگه دعوتگر دین باید چی باشه؟ داعی باید داعی باشه، نه قاضی، نه مفتی. آل بزرگترین مشکل دعوتگرای ما چی است؟ داعی باش. در اینجا چی میگن؟ داعی باش، نه قاضی و مفتی. بزرگترین عیب دعوتگرای ما است که یا قاضی است یا مفتی. این مشرک است. وقت شیشته دیگه در این فتوا قرار شیشته دعوتگر جان فلانی چطور است؟ مشرک است. فلانی چطور است؟ فاسق است. فلانی چطور است؟ والله فلانی بد اخلاق است. برادر تو برای دعوتی است که تو بخیز برای مردم شادنامه شرک و شادنامه کفر بده. این مشرک است، این کافر است. تو چطور هستی؟ ما موحد. خودش ببینه که ما چطور هستی؟ ما پیرو رسول الله. رسول الله مثل تو بد اخلاق بود، مثل تو لندغری میکرد. توی کارهایی که میکنی تو هیچ چیزی از رسول الله در وجود تو نیست. از این خاطر برادر عزیز رسول الله صلی الله علیه و بر مردم غلط معرفی نکنین. خودم مفتی نسازین. گیری که یک نفر یک عمل شرکی کرد، از مشرک گفتن از او بر تو چی منفعت میرسه؟ چی منفعت؟ چی اسلامت؟ تو خود دعوت میکنی، تو کاری بگو که نفر بفهمه به عیب خود، بالاخره خودش میگه که صاحب والله صاحب من مبتلا به شرک بودم، الحمدلله الاصلاح شدم، جزاک الله خیر. ما صاحب مبتلا به کفر بودم، الحمدلله ما کفر ترک کردیم. تو یک نفر بر ما پیدا که اون نفر بیای شهادت بده که صاحب ما این اشتباه را داشتم و اینمی شخص سبب اینمی کارم شد. اگر او تو سند آورده تو نیستی ما میگیم بسیار خوبه. اما نه، این نفر یک کمک اشتباه داشت میره بیخی از دین متنفر ساخته. از این خاطر قاعده در دعوتی است که داعی باش، نه قاضی و مفتی. قاعده دیگه دعوت چی است که خادم دین باش، نه تیکه‌دار دین. بگو من خدمتگار دین هستم، من آمدیم برای اینکه چپراسی دین الله هستم. مثل یک چپراسی که میزار صافی میکنه، من سر دین الله که خاک شیشته باشه، این خاک چی میکنم؟ صافی میکنم. من بر مردم حق بیان میکنم. مثل یک پیاده و خدمتگار باش، متواضع باش، نه مثل از این واره که تو تیکه‌دار دین هستی که هر کس والا صاحب من بسیار دیندار هستم، همین کس که مخالف گپ من یک کلمه هم گپ زد صاحب او بیدین است، او مرتد است، او کافر است، او فلان است. نه برادر، این در دعوت اسلامی نیست. از این خاطر مشکل ابو جهل و سایر رهبران شرک چی بود؟ که یا میفتن ما تیکه‌دارای دین هستیم. ابو جهل میگفت که کعبه پیش ما هست، ابو لهب میگفت پیش ما هست، امیه ابن خلف میگفت صاحب ما هستیم، ما برای حاجی‌ها نان میتیم، ما برای حاجی‌ها غذا میتیم، ما کعبه را. این صاحب تیکه‌دارای دین بدن. اینمی تیکه‌دارای دین سبب چی شدن؟ سبب چی شد؟ چرا مثلا 360 بت در اطراف کعبه بود؟ خب یک بت بس بود برای بت پرستا؟ نه، این بت ها که بودن چی که بود؟ نه مثلا یک دانه بت در پیش کعبه که میماند، این بت که ماند. این حال ابو جهل 16 دانه بت داشت. چرا 16 تا بت داشت؟ مردم خب که می آمدن هر کس یک خلطه خرما می آورد زیر پای بت میماند، دیگه صاحب بز می آورد زیر پای بت حلال میکرد، دیگه صاحب شتر می آورد زیر پای بت حلال میکرد. ابو جهل کسل میکرد، دیگر که میرفت نفرا خدایی میکرد 16 تا بت جور کرد. برو زیر پای از بت چقدر است، زیر پای از چقدر است، زیر پای از چقدر است. در صندوق ما چند دفتر صندوق دیگه آل زیارت ها که صندوق است. با صاحب اون صندوق ها رو واز میکنن، پیسش چی میکنن؟ در جیب خود میبرن. این حالا ابو جهل که ابو لهب گفت که اگه ما بگیم لا اله الا الله من 16 دانه بت دارم، 16 تا بت شب 16 دانه شتر برام میه، بازی خود کسایی تجارت به ختم میشن. اکثرا کسایی که ضد دین کار میکنن چی میکنن؟ کسایی هستن که به نام دین تجارت میکنن. صندوق داره و پیسه داره و کالا داره و بز برش میه و گوسفند میه و شتر میه و فلانی میه. این بسیار عایدات. یعنی خود ما یک وقت صاحب در خانه ما زمستان که میامد 4 دانه گوسفند قاق شدگی از قندوز میامد. این از وقتی که عقیده ما جور شده حالا کس مرغام بیاره، کس مرغام بیاره. یک تاویزه که کاغذکی قسمی نوشته کنی 16 5 6 تا چلیپا نوشته کن. مثلا میگه تاویز بگی تو بگی من برای یک تاویز بده نوشته کن
همین کسی که تعویض میطلبه خدا ایره تکت تکه کنه، در غضب خدا گرفتارش کنه. ایره برش قاد کو بگیره 3 پوش سبز بده در دارش در بینش 7 دانه اسپند پرتو در گردنت پرتو 1000 برات میده. اگه برش بگی برادر عزیز در قرآن گفته که قل اعوذ پناه جستن به الله با زبان میشن، برو با زبان بعد قل اعوذ فلق قل اعوذ برب الناس میخوانم، 1 شانزا پولی نمیدید. این حال ضد دین کی کار میکنه؟ کسایی که خدا چی جور میکنه؟ تیکه‌دار دین. همین تیکه‌دار دین هستن که همیشه ضد دین کار میکنن. ابو جهل به خاطر که در زیر 16 تا پای بتش 16 تا ابو جهل مانده بود، 20 دانه امیه ابن خلف مانده بود، 25 دانه ابو سفیان مانده بود، 360 بت شده بود. مردم که میامد دمیار بت که برابر میشد شطور خدا میکش. این خلاص بتا را هر کس بر در منطقه چیز میکرد. به این خاطر کوشش کنه دعوتگر مسلمان که از تیکه‌داری خدا خلاص بکنه. چی کنه خدا؟ خدمتگار دین و چپراسی دین خدا بسازه. صحابه کرام دعوتگر وقتی دعوتگر میشه که 3 سرمایه خدا در خدمت دین بگذاره. 3 سرمایه. هر انسان 4 سرمایه داره؟ 3 سرمایه. یکی مال است، یکی وقت است، یکی انرژی هست. این 3 سرمایه است که هر انسان داره. دعوتگر واقعی کسی است که اینمی 3 سرمایه خدا در خدمت دین بانه. اگر انرژی تا گذاشتی از مال درای دین تی نشی تو دعوتگر اسلام نمیشی. پس باید مال تا درای دین. صحابه کرام چرا الله برشان گفت که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره؟ علت که اینا همین مقام منزلت پیدا کردن علتش چی بود؟ علتش چی بود که همین 3 سرمایه خدا به خدمت چی گذاشته بودن؟ وقتشان به خاطر دین بود، انرژیشان به خاطر دین بود. فهمید؟ یعنی مالشان به خاطر چی بود؟ دین. ابوبکر صدیق که بزرگترین تجار بود، مفلس‌ترین انسان در بین مردم شد. چی شد؟ کل سرمایه خدا به خاطر چی مصرف کرد؟ به خاطر دین مصرف کرد. دیگه دعوتگر دین نباید مخروط دین. این قسم است. این قسم از عقیده شروع میشه. پس دعوتگر از عقیده شروع میکنه. باز عقیده میایده کجا؟ در فرائض، باز در واجبات، باز در سنت ها، باز در مستحبات، باز در مباحات. دعوتگرایی که خرزابط است دعوت نمیفهمن این قسم دین جور کردن. اول صاحب از مباحات شروع میکنه، با عقیده هیچ نوبتش. پس دعوتگر واقعی است که مخروط دین سرچپه نساز، مخروط دین از سر شروع کن. اول در یک منطقه که رفت 1 3 ماه 4 ماه فقط برای عقیده کار کن. وقتی که عقیده مردم در 4 ماه خوب جور شد، بعد از اون سر فرایض بیار، فرایض تشریح کن، باز واجبات تشریح کن، باز سنت ها رو تشریح کن، باز مستحبات تشریح کن، آستاس تا به مباحات. اما این چی میکنن؟ اول از سر از مخروط دین سرچپه میکنن. خب در آیت قرآن قاعده دیگه چی است که صبر بزرگترین سلاح در دعوت است. صبر بزرگترین سلاح در دعوت است. اینال در دعوت چی میگن؟ بزرگترین شخص را که مثلا در قرآن میگه که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. صحیح؟ حکیمترین انسان که در قرآن معرفی شده کی است؟ کی است؟ لقمان حکیم است. ولقد آتینا لقمان الحکمه. آل لقمان حکیم چی میگن؟ یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر علی ما اصابک. در اینجا مفسرین میگه چرا لقمان حکیم برای بچه خود گفت که امر بالمعروف دعوت وقتی که به نیکی میکردی و از بدی ها تو واصبر علی ما اصابک چرا قید کرد؟ میگه به خاطر از اینکه دعوت شروع کردی حتما بر تو ضرر میرسه. خوبترین دوستت برات یک پرزه میگه دلت تکت تکه میکنه. از یک کسی که هیچ باور نداری که او سر تو ریشخند بزنه و هم سر تو ریشخند میزنه. پس از این خاطر میگه لقمان چون حکیم بود برای بچه خود گفت که وقتی که نماز خواندی باز مردم امر بالمعروف کردی، نهی عن المنکر کردی، دعوت شروع کردی، واصبر علی ما اصابک. به خاطر از اینکه یا به زبان یا به دست یا به اشاره یا به کنایه حتما برای تو چی میرسه؟ برای دعوتگر ضرر میرسه. از این خاطر گفته وقتی که دعوت میکنی باید
در پالوی دعوتت کمرت به صبر بسته بکنی. خوب یک کمربند بخر به نام صبر. این می کمرت شخ بسته کو که اگر به زبان ضرر رسان، به دست ضرر رسان، تو باید چی کنی؟ صبر بکنی. پس صبر بزرگترین کمر دعوتگره که بسته میکنن صبر است. از این خاطر لقمان حکیم امیره چیز کرد. دیگه قاعده دعوتی است که دعوت با حکمت باشه. دعوت با حکمت چی است؟ دعوت با حکمت دعوتی است که مطابق قرآن و سنت باشه. اگر مخالف قرآن و سنت دعوت کردی، یا تندی در لفظت بود، یا در حرکتت بود، یا کس را توهین کردی یا تحقیر کردی، این دعوت حکیمانه نیست. در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله است. چی میگه؟ در قرآن میگه نه که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله یعلمهم الکتاب ای القرآن و الحکمت ای الحدیث. پس تو باید دعوتت مطابق احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، مطابق روش رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. دیگه قاعده دعوت چی است؟ که از الفاظ هجومی که هجوم بالای کس میشه، از این باید دعوتگر اجتناب بکنه. بالای کس باید هجوم نکنی. الفاظ هجومی چی است؟ تو مشرک هستی، تو کافر هستی، تو مرتد هستی، تو بیدین هستی، تو بد اخلاق هستی، تو نمیفهمی، تو جاهل هستی. الفاظ هجومی باید انسان دعوتگر واقعی استعمال نکنه. بسیار الفاظ شیرین عزیزان من، برادرای محترم، خواهران محترم، حاجی صاحب محترم، اینی که باید الفاظ شیرین الفاظ هجومی ایره باید انسان‌های دعوتگر استعمال نکنه. دعوتگر مسلمان یک قاعده ای است که خدمتگار باشه. در مسجد که خدمت شد، اول باید دعوتگر مسلمان در خدمت جارو در دستش باشه، مسجد جارو کنه. اگر تو یک چند روز مسجد جارو کنی و مردم تو را در جارو کردن مسجد ببینن، بازیگر که تو دعوت میکنی، باز دعوت تو 100% تاثیر میکنه. اما تو قرار اومدی در گوندی خیر شیشتی، یگان چیزی که خوردی هم پست شده مسجد پرتو، باز خادم بیای پاک بکنه. از این خاطر دعوتگر مسلمان در هر جای، در مجلس، در محفل، در عروسی، حتی در قبر کندن، حتی در کفن آوردن. یک نفر فوت کرد، خبر شدی که فلانی نفر فوت کرد، عاجل برو یک 500 روپیه را کفن بخر ببر در خانهش بگو صاحب همین کفنش سر من، خدمت کن. همین بیل بگی باشه همین قبرش مکت میکنم، اونجا باز گپ تو تاثیر میکنه. که باور بکن تو برو یا حداقل در خدمت بکن در خانواده، باز برو گپ بزن ببین که چقدر دعوت تو تاثیر میکنه. اما ما مشکل هستیم که رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که در یک جای رفت، یکی گفت من میرم سفر، یکی گفت من میرم شکار میکنم، یکی گفت من فلانی چیز میرم، دیگه چیز میرم. رسول الله رفت گفت من چوب جمع میکنم. رفت بعد دست مبارک خود از بلندی از صحرا چوب جمع میکرد میآورد کار بکنه. اگه باید بشینه. این حالا ما چرا گپای ما تاثیر نمیکنه؟ در جایی که میریم در میلان که میریم کلی کار میکنه، ما قرار این شیشه خدا لنگای خدا بالا انداخته چیه؟ پس ما دعوتگر صحیح نیستیم. اول ما صحیح، من خوب آدم نیستم. اول ما مشکل داریم. پس دعوتگر خدمت یکی از اساسات دعوت است که باید دعوتگر مسلمان تواضع. انسان دعوتگر باید متواضع باشد، تواضع کند، هوشمند گزین، نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین. شما سعی کنین، قانون الهی است. هر کسی که پرمیوه هست، هر درختی که پرمیوه است، شما برین درخت زردآلو رو سیل کنین، درخت شفتالو رو سیل کنین، انار رو سیل کنین، درخت سیب رو سیل کنین، سر کلش کجاست؟ خم از به طرف زمین، کلش میوه داره. چنار خانه خراب که هیچ چیز نداره، قطعش هم تو بالا و دراز رفته، خادر انگریز واره، هیچ به درد نمیخوره. دعوتگر که نمو تو کٹک میگرده و بسیار کاله خدا بالا میگیره، این دعوتگر مسلمان نیست. دعوتگر مسلمان بسیار متواضع میباشه. تواضع چی میباشه؟ که برای دیگرها به احترامشان، دیگرها را ارزش دادن. دعوتگر چیز تواضع چه وقت برات پیدا میشه؟ که وقتی مثلا من اینجا درس میتم، من می نظر هستم که نمی خردترین تان رتبهتان به نظر خودم از مکه رتبهتان بلندتر است پیش الله. وقتی که تو رتبه از خود که بلندتر فکر میکنم، از این خاطر هیچ وقت لفظی را نمیگم که تو کم بی. تو رتبه از من که بلند است، تو جنرال هستی، من خورزابط. شاید تو در جنت پیشتر بیری، من 50 سال بند بارم، با من خودم میشناسم، گناه های خودم میفهمم. از این خاطر تواضع وقت پیدا میشه که تو باید خودت نسبت به دیگرها برتریت ندی. از این خاطر قلب مسلمان چی است؟ بین خوف و بین رجا. از عدالت الهی میترسیم و بر رحمت الهی امیدوار هستیم. دیگه قاعده ای است که هجوم بر مدعو سبب تنفر مدعو میشه. مدعو یعنی کسی که تو دعوت میکنی، مجردی که سر از او هجوم کردی او از تو متنفر میشه.
هیچ گپ تو را اینم یک کلمه گپ زشتت کل آیات و احادیثی که تو میگی و قبول نمیکنه، کلش خراب میکنه. یک گپ زشت. از این خاطر کوشش کنید که سر کس هجوم نکنیم. شکست دعای قاعده دیگه چی است؟ میگه شکست دعای در ضعف اخلاص است. والا سه مردم مرا بد نگویه، والا سه مردم سرم انتقاد نکنه، والا سه مردم خفه نشه، والا سه مردم اینجا اخلاص از بین رفت. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. تو باید اخلاص داشته باشی و دین به خاطر است. مردم خوش میشه، خفه میشه، هر میشه من نمیکاره به خاطر رضایت الله. از این خاطر وقتی که اخلاصت کم شد شکست میخوری. اما وقتی گفتی من دعوت به خاطر الله میکنم، دل دکتر صاحب خوش شد، خفه شد، خوش شد، خانه آباد، یک منزلش آباد، خفه شد 16 منزلش. من خود نرفتم به اون مجلس به خاطر که دکتر صاحب از من خوش شد. بسیاری وقتا ما در بسیاری مجلس ها میریم، اما مجلس والا که ما سلام علیکی هم نمیکنن، خبرم نمیشه. خودش قرار رفته دکتر صاحب برای ما تلفن میکنه، خودش میره قرار در خانه خود چای سبز برای خود دم کرده خوردن میره. ما به خاطر رضایت الله رفتیم. اگه دکتر صاحب ما سلام علیکی جور پرسانی کرد، یک قیماقه که قلای لوگری آورد خانه‌اش آورد، تشکر. اگه یک ناوردیش اخلاص برای چی است که ما پشت از این نگردیم که فلانی نفر باید برای ما چی بده، امتیاز طلبی کنیم. وقتی که امتیاز طلبی کردیم اخلاص چی شد؟ از بین رفت. از این خاطر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله در وقت جهاد و در وقت قربانی ها در صف اول بودن. همین بزرگترین مهاجرین انصار در صف اول، در قربانی ها در صف اول بودن. در وقتی که غنایم توزیع میشد، بازم کسی که نه مسلمان شده او صاحب یک 100 دانه شتر 200 دانه شتر صاحب غنیمت گرفتن. او مهاجری که در احد اشتراک کرده، در بدر اشتراک کرده، او بدریون هستن، وارو صاحب سال میگه بیچاره قرار هم تو ساده است، هیچ چیز نمیگیره، هیچ در قصه شام نیست، هیچ پشتش نمیگردم. چرا؟ اخلاص وقتی که بر الله باشه، اخلاص اینمی هست که در وقت قربانی در صف اول باشی. از جیبت والا فلانی 5000 داد، ما باید 20000 بدم. فاستبقوا الخیرات. در نیکی ها چی کنین؟ استباق کنین، مسابقه بکنین. متوجه هستی یا نیستی؟ پس در وقت قربانی باید مسابقه بکنین. در وقت امتیاز که شد قرار در گوشه بشین، هیچ ماشین. بسیاری وقتا مدگان مجلس میره میکنه الله شیخ الحدیث صاحب بالا بیش، صاحب دیگه بالا میشن. من بیچاره صاحب قرار دو که دروازه شیشتیم، باز آخر یک کس فکرش میشه والا استاد امور بگو بیا دو بالا بیش. نه برادر، چیزی راست کلمه صاحب از اول کل درس خراب کو که باش ما برم دو بالا دو سر برم بیش. چیز کنیم قرار بشه در یک جای اخلاص پیدا کو در دعوت تو تاثیر پیدا کنه. پول رقص بهتر است از پول گرفتن به خاطر دعوت. دعوتگر اگه به خاطر پول دعوت میکنه، از اون خود بخیز رقص بکنه. این امام غزالی میگه اگه من رقصنده میبودم پیسه میگرفتم، برای من خوبتر است نسبت به اینکه در مقابل دعوت من چی کنم؟ پیسه بگیرم. پس دعوتگر مسلمان نباید در مقابل دعوت خود منتظر از این باشه که از برای من پیسه بده یا امتیاز بده. دعوت خدا به خاطر رضایت الله بکنه. اگه پیسه میکنه، حتی امام غزالی میگه پیسه رقص خوبتر است، که رقاصا میرقصه پیسه میگیره نسبت به اینکه داعی سر دعوت خود چی میکنه؟ پیسه میگیره. چون دعوت ضربه میرسونه. نباید طمع داشته باشی برای کس که والا صاحب برای ما پیسه. بسیاری وقتا ما سایت برای یک کس میگیم فلانی خانه والا در انتشارات ما عمل 2 نفر از انتشارات ما بیچاره یک ماه کار کردن، ماش ندارن. عمل فعلا 2 نفر ما داریم در انتشارات که کار میکنن، ماش ندارن. برشون گفتیم خیر صبر کنین، ان شاء الله تعالی ما براتون یگان مسلمان پیدا میکنیم. بیچاره 5000 یا 6000 ماششون است. بعضی دوستا بیچاره میتن، بعضی اوقات سرشان مشکلات پیدا میشه، مشکلات اقتصادی می. یک نفر مثلا چندین سال زحمت کشیده، یک دفعه سرش یک سختی و ترا آمده. این حال ما بر دیگران تقاضا میکنیم به خاطر که حال دین و دعوت تو را بر برادرها گفتیم. اما بر ما زنگ میدن که والا فلانی مسجد است، دیر از یک زنگ زد که والا مسجد ما نمی سر تاق رسیده، بام نداره، استاد چطور کنیم؟ خیمی نمبر آب صاحب بده چطور پیش یک مسادا کرد. گفتم که همون نفر آمده، شاید آمده باشه رفته باشه که آب صاحب. گفتم برو خیر است. یک صدا اینجا کرد، نه یک تعداد دوستان رو همکاری کرد. حال در مسجد عبدالرحمن گفتم برین که ان شاء الله براتون گفتم این حال به خاطر خدمت دین آدم میشه از یک دوست مسلمان همکاری بطلبه، اما به خاطر جیب خود دعوتگر نباید بطلبه. چرا؟ از پیسه رقص هم کده پیسه گرفتن در سر دعوتی خطرناکتر است. دیگه مشکل دیگه، قاعده دیگه ای که است که حب ریاست شکست شخصیت دعوتی است. وقتی که تو چوکی خواستی، مقام خواستی،
امتیازات خاصی، من برم در فلانی چوکی کار کنم، شخصیت دعوتی تو در صفر قرار میگیره. از این خاطر برای دعوتگر بسیار امکانات پیدا میشه. تو امکانات پیدا میشه. بعضی کسا میگه والا صاحب در خواست که استرالیا و اروپا برم. برای ما صاحب استرالیا و اروپا تو هر روز صاحب اولاش می. اما به خاطر چی؟ وقتی که تو ریاست خواستی و مقام خواستی و معین شو و رئیس شو و وزیر شو، با اون دعوت تو چی شد؟ تو دیگه از ضربه میخوری. دیگه قاعده ای است که دعوت هوش است، جوش نیست. یکی هوش است، یکی جوش. هوش چی است که تو دعوت میکنی، قرآن میفهمی، سنت میفهمی، به دعوت شروع میکنی. یکی از جوش است که یک دفعه مست میشی و قار میشی اصلا. از این خاطر میگن دعوت هوش ہے جوش نہیں ہے. فهمیدی یعنی؟ همین تبلیغی ها میگه که دعوت میں ہوش ہے، ہوش چلتے ہے، جوش نہیں چلتے. هم خوب دعوتگرای قوی که هستن، بری یک تبلیغی رو سعی کنی که با صدها به نماز خوان ساختن، با صدها شراب خور در مسجد آوردن. همین تبلیغی ها اینقدر یا سر مردم تاثیر مثبت میکنن. از این خاطر و چرا همین قاعده را تطبیق میکنن که دعوت هوش ہے جوش نہیں ہے. جوش نکرو بایی صاحب، کیو جوش نکرو؟ من جوش که کردی مردکم پس پیش میگردم من والله حال از تا دیروز یک بوتل شراب میزدم، حالا لازم عزت تو داتا میزنم. ها یگان تا کس یگان تا موسیقی کمک صداش بلند است، او که برش میگه او لوده گل کو، میگه والله لوده بابا و بابا کلانت آل خطابال در خانه میشینه، مگه کل آپارتمان ها کل قریه را بلند ببینی که دام 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 یعنی جوش میگه. از این خاطر در دعوت هوش است، جوش نهی ہے. از این خاطر تبلیغی ها که پیروز هستن، علت پیروزیشان در این نقطه هست که چی هستن؟ اخلاق زشت دعوتگر آغاز شکست دعوتگر است. مجردی که دعوتگر بد اخلاق بود، یک بد اخلاقی کردی مردم 100 کتت بد اخلاقی میکنه. مردم خود قصه کس نیست. یک نفر بگه شیرین جان دمی خانه یک کس بگه جان، او میگه قربان. یک توتی بود که میگه توتی جان، میگه جان، میگه توتی مرگ، میگه در. توتی که توتیست جواب بالفعل میده. دمی کوم که میری که صدا کنی که دمی یک صدا کوس جواب معنی کور صدا بگه جان، بازو کوم میگه جان، بگه مرگ، و میگه مرگ. پس عکس العمل است. از این خاطر اگر میخوای کس را جان بگویه، برای مردم جان و قربان بگو. اگر مرگ و درد گفتی و 100 چند برات مرگ و درد میگه. از این خاطر دعوتگر باید متوجه از این نقطه باشه. دیگه قاعده ای است که تعصب دعوتگر تنفر مردم. تو که تعصب کردی او متنفر میشه. نباید به هیچ گروه و به هیچ گروپ و به هیچ مذهب و به هیچ فلانی تعصب داشته باشی. بگی برادر قرآن قبول دارم، سنت قبول دارم، رهبرم اسوه‌ام رسول الله صلی الله علیه و آله از دینم اسلام است. کل علمای اسلام مساویانه دوست دارم، محبت دارم. درباره امام صاحب ابو حنیفه نظرت چیست؟ امام صاحب ابو حنیفه بزرگترین دوستای الله است، رحمت الله علیه. امام شافعی بزرگترین دوست الله است، رحمت الله علیه. امام مالک رحمت الله، امام شافعی رحمت الله علیه. متوجه هستی؟ کل علمایی که در اسلام ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. این منهج قرآن است. خدایا ما را ببخش و کسانی که قبل از ما با ایمان رفتند. این منهج قرآن است در دعوت. حزبگرایی دوری از حقیقت دعوت است. مردم که از دعوت متنفر میسازن و اختلافات ایجاد میکنن، از حزبگرایی است که من صاحب در این گروه هستم، من در او گروه هستم، من این گروه را تایید میکنم، تو در او گروه هستی. این گروه پرستی بر دعوتگر ضربه میرسانه. برش بگو که من صاحب رهبرم رسول الله است، منهج کتابم قرآن است، راه و روش زندگیم سنت رسول الله است. در کلگی که تو یک جای میشه، هر کسی که باشه والله بسیار خوب است، ما هم کرده است. اما اگر حزبگرایی و فلانی کردی، زشتی با داعیان قطع فرصت هاست. بعضی دعوتگر هست، یک دعوتگر با دیگر دعوتگر بسیار زشت میره، یا هم دعوتگر است و هم دعوتگر است. این دوتای در بین خود میخورن. وقتی که خوردن فرصت ها از بین میره. یک تعداد شاگردا پشت از این دعوتگر میره، یک تعداد شاگردا پشت از دیگر رو صاحب سعی کنی که شاگردا از 50 از او 50 از صاحب در کله خود زدن، دا 15 تا جوان صاحب حتی به قتل رسیده. از این خاطر دعوتگر نباید در کله دیگر دعوتگرا زشت برخورد میکنه. که هر کدامشون بغل کشی بگه این ما کاکایتان الحمدلله کتمی کل دعوتگرا مثل چاکلیت وارست. که آب صاحب خوب دوست است. مور از آب صاحب پرسان که بهترین دوستت کی است؟
برو پشت سر پرسان کن. برو از مولوی صاحب متوکل پرسان کن، بگو بهترین دوستت کی است. برو از دکتر صاحب ایاز پرسان کن، بگو بهترین دوستت کی است. برو از کوثر صاحب پرسان کن، بهترین دوستت کی است. آدم باید که کل دعوتگرا چی داشته باشه؟ دوستی، صمیمیت، محبت. برو از مولوی صاحب سلمان فارس پرسان کن. ها دکتر صاحب پرسانش کردی؟ والا صاحب من برو که کلشان ما الحمدلله همون تو دوستی داریم، محبت داریم، هر جای میریم صاحب چی میکنیم. آقا صاحب چند دفعه لوبیا دادم من، چاش رفتم لوبیا داد، لوبیا بعد گفتم اکل لوبیا کم الابرار، گفتم این لوبیا نیکار خورد. و خب میگه اکل طعامکم الابرار، طعام شما را نیک ها بخوره. آخر آبی صاحب که حال میمانی میکنه خوب پلاو میته و قربه میته. در افطاری بر افطاری کرده بود با سنیدان مسائل داشت. بگه خود دعای صحیح کو آخر برات قابلی دادیم. متوجه هستی؟ دمی راه میرم که موتر دکتر صاحب از استاد میشه، دمی دستم گرفته. چی گپ است دکتر صاحب؟ من کار دارم. تو بالا شدم موتر. او دکتر صاحب تو بالا شو بیشی باز گپ میزنم. راست میره پیش هتل استاد میشه. اون 2000 2000 مصرف میکنه. 3-4 نفر استادای دیگه هم کاتش است. من باور کو در از صنف میام از خبرم ندارم، از این دستم گرفته بازور دارم. یا از دوستی میشه از دشمنی میشه. مولوی متوکل کی دیدم والا استاد گفت من عمره رفتم بیخی کلگی پرسان میگه استاد دایره چرا کاتت نوردی؟ گفتم تو دوری خوری کردی تنها رفتی. این آدم که دعوتگرا کات کلش استاد کوثر است. یک روز نمیشه گفتیم که درباره کدام چیز گپ زد قارش نه ما گپ نمی گفتم برو که گپ نمیزنی بیرون برآمد که ای دیگه من نمیتونم میاد. برآمد قاری صاحب گفت چی گپ است؟ گفت قاری صاحب مرا گفت که استاد کوثر خفه شده. چی خفه است؟ گفت که من از استاد خفه است. گفتم برش تلفن کو بگو که خفه هستی ما میایم نان و چاش سرت میخوریم. رفتیم صاحب در بین خانهش گفت ما که تان گپ نمیزنم شما میگیم ما نان میخوریم. گفتم هیچ ما با گپ تو ضرورت نداریم، ما این نان و چاش تا میخوریم، غیرت خداری. رفتیم صاحب سرش نانم خوردیم. آخر عملا چی میگه دیگه تو والا صدا نکن. رفت ما یار گفتم چی ما شب مانده آوردی، برو خانه رو بگو یک دو تا تخم پخته کن. باز صاحب تخم پخته کردم. باز گفتم برو برشان بگو 2 قسم میوه بیار. صاحب برو ما آوردیم. گفت دیگه صدا نکن مادر اولادم دیگه چیز نمونده. نور ام بچه شامد گفت پلار نور غاگونه که چه نه پاتی. این چه قسم میمانای بی چشم است. حالا بازور صاحب نار چاش سر 4-5 نفر ما قاری تایر چند نفر رفتیم خوردیم مکشیشتیم. پس که خیس قارشم خلاص شد. هیچ گفت برو قارم. آدم که مردم که دعوتگران یک دعوتگر که دعوتگر دیگه دوستی میگن. تو جوارم دعوتگر هستی و هم دعوتگر است. تو در منطقه خود دعوت میکنی او در منطقه خود دعوت میکنه. این حال تو باید که از ارتباط بسیار خوب داشته باشی، در مجلسش بری، در مجلسش بری. حداقل باور بکو اونو برادر ما در طرف قلعه لوگری درس داشت. ما ولد میرا گفت که به شاگردکای ما جایزه بده. اوه ما گفتم کاش که فکر من میشد ما در میرا یگان چیز جایزه من هم میگرفتم میبودم به شاگردکای ازی میدادم که تشویق شود. تو باید دیگه دعوتگرا رو تشویق بکنی به طرف دعوت دی. مولوی صاحب سلمان فارسی اونجا دعوت میکنه، استاد کوثر در اونجا میکنه، مولوی صاحب متوکل اونجا میکنه، مولوی صاحب عبدالحسیب اونجا دعوت میکنه، شیخ حماد اونجا دعوت میکنه. کل ازیا دعوتگرای اسلام هستن. کلش باید مثل چشمت وارو دوز داشته باشی. توصیف نفس تحقیر شخصیت دائمی است. نباید نفس خود توصیف کنی. والله صاحب ما ات قهرمان هستم، والله صاحب ما ات فلانی هستم، والله صاحب ما نه این درست نیست. دعوتگر باید متواضع باشه. ما صاحب ات لیسانس دارم که ما ات ماستری دارم که ما صاحب ات زبان آریا دارم. باید دعوتگر مسلمان ها از این کار چی کنن؟ این قاعده ای است که توصیف نفس تحقیر شخصیت دائم میشه. دیگرها بازور به نظر حقارت سل میگن. تیرسه که آمده در مجلس دعوت از خود شروع میکنه خود برای ما نشان میکنه. بگذار که الله برای چیزی که داده الله برای اجر و پاداش میده. انتقاد بالای گروه های اسلامی فرار مدعوین میشن. حالا اینجا مثلا وقتی در یک حلقه یک 4 نفر تبلیغی است، یک 5 نفر سلفی هست، یک 4 نفر مثلا حنفی است، یک 10 نفر مثلا اخوان المسلمین است، یک 6 نفر دیگه مثلا تحریری هست. انتقاد کردن بالای کل ازیا مسلمان ها هست برای اسلام چی میکنن؟ خدمت میکنن. باید برای هر کدامش اگر کدام اشتباه داره با دوستی برش میگه والا برادر اینی کارت خوبش است، اینی کارت. مسلمان ها اکثرا یک نفر یک اجتهاد کرده حتما 90% خوب است، 10% اشتباه هر کسی داره. پس نباید که اول شروع بکنی که والله صاحب تبلیغی ها اتر از او بزن داز، حنفی ها اتر از بازو رو بزن داز، سلفی رو بزن اوه داز. فقط دیگه تو کار نداری یک سورته در دست است و در کله کله مردم کل مردم از مجلست فرار میکنه. بلکه باید چیز کنیم
تقرب به سلاطین دوری از مخلصین است. هر قدر که دعوتگر به سلاطین پیش رفته، به پادشاه و به وزیر و به فلانی و تراک در مجلس ها و تجارای کتک کتک و در مجلس ها هر قدر زیاد رفتی بالا رفتی، مردم از پیش چی میکنن؟ اینجا مردم از این خاطر تقرب به سلاطین دوری از مخلصین، انسان های مخلص از پیش آدم دور میشه. کتمان سنت ها حکمت در دعوت نیست که تو بسیاری سنت ها را ولی مثلا به خاطر رضایت مردم، نه، کتمان نکو، لکن برش با تدرج بیان بکن. یعنی این قسم است که آهسته آهسته از عقیده شروع میکنیم، فرایض میگیم، باز آساسا. اما این نیست که والا ما باید سنت از بین ببریم. اگر سنت و اختلاف است باید اختلاف از بین ببریم. و اختلاف چه قسم از بین برده میشه؟ که به مردم آهسته آهسته فامانده شود. در یک منطقه رفتی مردم بسیاری سنت ها را نمیپذیره. کتمان نکن، لکن به تدرج آهسته آهسته 1 ماه بعد، 2 ماه بعد، 3 ماه بعد برشان بفهمان. یعنی روز اول اینه با اسلوب تدرج میگن. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا الله و استغفرك و اتوب الیک. ان شاء الله اینمی قایوالی بود که ما تا اندازه چیز داشتیم براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همین کتاب درس‌های عقیده که ما شما خواندیم میره به شکل 2 کتاب جور کردیم. یک کتاب است برای جوانا و نوجوانا. این کتاب جوانا و نوجوانا که است کتاب است به شکل متوسط. یک کتابک پیش ازی بود، کتاب خرد بر اطفال است، عقیده بر اطفال، که اگر شما کدام وقت درس عقیده میدادین برای این از 3 کتاب جور کردیم. یکی کتابک خرد عقیده بر اطفال است که مثلا اگر در مدرسه یا در مکتب در اینجا درس میتین برای صنف‌های ابتدایی است. و یک کتاب دیگه ای است که جور کردیم که ای برای متوسط هستن، یعنی کسایی که نوجوان هستن بین سنای 12 و 13 ساله تا 17 و 18 ساله میشه از این کتاب استفاده کنن. یعنی کسی که کتاب خلاص کرد پیش کتاب دومی را شروع بکنن. به ترتیب هم تو جورش کردیم. و باز بعد از این کتاب سوم کتاب سوم کتاب است او عقیده توحید است به شکل پیشرفته. او برای کسایی است که کتاب اول و دوم خوانده، کتاب سوم میخوانه، هم به شکل درسی میشه که برای بچه‌هایی که سنشان بلندتر هستن، صنف‌های 11 و 12 و ترا، و یا به شکل مطالعه هم میشه. دو باز اما عقیده را به شکل جزئیات و دلایلش بیان کردیم که مثلا موضوعات بسیار مهم و دقیقی که در عقیده در کتاب اول و دوم نیست، باز در کتاب سوم برای کسایی که خوب میخواد که عقیده را با جزئیاتش یاد بگیره. اگر دوستای مثلا ما و شما مکلفیت داریم که وقتی عقیده را خواندیم همین 3 کتاب رو منظم به درس شروع بکنیم. اگر این کتاب شما مثلا درگاه ما به خاطر از این درسای ما اینجا یک ذره وقت زیاد میگیره، به خاطر از که اینجا این جمعه دیگه جمعه است، این جمعه دیگه جمعه است، یعنی یک ماه ما 4 روز میشه، 4 ساعت میشه، 4 ساعت. اگر شما مثلا در جای دیگه درس بتین دیگه نال 1 ماه کتابه که اولش در وقت در کار داره، 2 ماه میشه، 3 ماه و 3 ماه دیگه کتاب پیشرفته رو بخوره. یعنی یک نفر میتونه در 6 ماه تمام عقیده را به زبان دری با بسیار سادگی و خوب، و ما ان شاء الله را کوشش میکنیم به زبان پشتو هم ترجمهش کنیم و باز برادرایی که میخواین که با پشتو استفاده بکنن از این استفاده بکنن. از این خاطر تو یک سلسله جور کردیم که هم برای کورس‌ها و برای مکتب‌ها و مدرسه‌ها باشه و هم برای چی است
و هم برای کسایی که خودشان میخوانن یا درس میتن. حتی اون روز من کتاب در خانه به خاطر از اینکه کتاب کدام جور میکنه ببینه که غلطی داره، اشتباهات چیز داره یا نداره، من در خانه 4-5 کاپی بود دادم، کاپیایش برای یک دخترکم، برای یک دخترکم، برای بچه‌ام، برای ازیا کلگی یک سطر خوانده میرفتن و دیدم که بسیار خوب استفاده میکنن. یعنی تا آدم در خانه خود بین 4 تا برادر باشه، تو یک خط تو بخوانی، یک خط تو بخوانه، یک خط تو بخوانه، یک پاراگراف تو بخوان، چی فهمیدی، باز او دیگه بخوانه تو چی فهمیدی. بالاخره آیسته آیسته با 3 کتاب ما میتونیم مثلا خوب عقیده رو درست بفهمیم. عقیده به خاطر از این مهم است که من خودم این امیل راست پرسان کنین. یعنی بعض اوقات مرا مردم قازار میته که نزدیک می باشه، من میگم که امی دعوت بیخی ترک کنم. یعنی از است که اگر تلفنی یک کس می جواب نتی، باز میگه ای تکبر میکنه و جواب نمیته، و اگر جواب میتی باز که میری سایل میکنی که در تلفن چیزایی میگن. هر کس میخواه اما عقیده ناکاملی را که تحقیق نکرده و یا با مو شکل که خودش روان است، او نمیخواه سوال کنه، او میخواه مرا قناعت بده، او میخواه که اما اندیشی که خودش پیدا کرده، خصوصا در افغانستان حال عقیده امی کسایی که تکفیر میکنه مردم، حال عکس 50% مردم تکفیری شدن. مثلا من یک کتاب نوشته کردم به نام مصلح اعتقادی. خب درباره یک شخصیت ما استادای پوهنتون هستیم، ما حق داریم و هر محقق حق داره از نگاه علمی درباره یکی از شخصیت ها تحقیق بکنه، خواه او شخصیت مورد تایید تو باشه و یا مورد تایید تو نباشه. موضوع تحقیقی همی هست. مثلا ما میخوایم درباره یکی از شخصیت ها، خواه شخصیت اسلامی است یا شخصیت علمی است یا یک دانشمند است، یک ساینسدان است، خب من حق دارم درباره شخصیت از او تحقیق بکنم. معنای زیر نمیته که اگر من درباره شخصیت یک کس تحقیق کردم، من حتما به تمام نظریات از او و به تمام افکار از او 100% تسلیم هستم. من کتاب معلوم است، رهبر معلوم است و این مشخصا برای هر کس. من رهبر خودم، رهبر سیاسی خودم برای کلتان معرفی کردیم از روز اول، کتاب خودم معرفی کردیم از روز اول و این صراحتا برای هر کس میگم که کتاب ما که من به او از او استفاده میکنم و ما به او عقیده دارم، قرآن عظیم شان است و راه و روش زندگی ما که رهبر اعتقادی و رهبر سیاسی و رهبر اقتصادی است محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است و حزب ما و گروهی که من در او هستم اسلام است و من مسلمان هستم. چرا که الله برم اختیار کرده که ان الدین عند الله الاسلام. من از این که فراتر کار ندارم. الله مرا بپذیره. هو سماکم المسلمین. نام مرا الله چی مانده؟ مسلمان مانده. بناهن ما به دیگه نام ها، به دیگه احزاب و به دیگه گروه ها احترام دارم، اما خودم همین نسبت ها برم کافی است. و من شما شاهد باشین در روز قیامت هم در مقابل الله اگه مرا پرسان کرد کتاب چی است، میگم قرآن عظیم شان است که الله برای فرستاده و دین اسلام است و حزب ما اسلام است و رهبر ما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بنان ما به اساس اینمی عقیده و اینمی راهی را که اختیار کردیم و از این راه هیچ کسی الله هدایتم بکنه، الله دمی را ما را قبول بکنه، در هیچ راه دیگه هیچ کسی مرا که مخالف ازی باشه نرفت برده میتونه و نه مرا کس قناعت داده میتونه. قریبترین انسان هم که باشه که او مخالف کتاب الله و سنت رسول الله به همراه مجر بحث بکنه، مرا قناعت داده نمیتونه و من قناعت کرده نمیتونم. اما اگر در کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی باشه که من نمیفهمم،
ولو که یک طفل خرد بیای بر ما بگویه، ما قبول دارم. یعنی وقتی که یک طفل 1 ساله یا 2 ساله بیای بر ما بگویه که اینی حدیث صحیح در اینی صحیح البخاری اینی حدیث است و تو مخالف از این حدیث عمل کردی، من میگم من ملامت هستم و گپ تو درست است. زن باشه، مرد باشه، جوان باشه، پیر باشه. از این خاطر در یه عصر فتنه که ما قرار داریم که مردم ما، خب من کتاب نوشته کردم، بله نوشته کردم و من حق دارم، من حیث حقم. چطور یک زن امریکایی از مانچستر حق داره که درباره ملا مادومر بیان بده و کتاب نوشته بکنه؟ آیا من این حق ندارم؟ درباره اسامه بن لادن اگه من خواسته باشم کتاب نوشته میکنم. آیا من این حق ندارم؟ من از یک استاد پانتون نوشته میکنم، واقعیت ها را برای مردم میگم. آیا من حق ندارم درباره بسیاری از شخصیت ها اگر خواسته باشم و بفهمم که ضرورت است در جامعه ما، من دربارهش کتاب نوشته میکنم. این حال نوشته کردن کتاب درباره یکی از شخصیت های اسلامی و یا غیر اسلامی، ما میخوایم که منهج و اسلوب مارکس رد بکنم. نوشته میکنم کتابی درباره مارکس و نظریات الحادی از و نظریات اقتصادی از آنچه که مخالف اسلام است و مخالف عقل است. ما حق دارم درباره مارکس کتاب نوشته بکنم و نظریات از رد بکنم. پس بسیار جای حماقت و لودگی و بی‌علمی و بیدانشی هست که اگر من یک کتابی درباره مارکس نوشته کردم و یک کسی پیش ازی که کتاب بخونه و باز بکنه نوشته کرد که استاد تو درباره مارکس کتاب نوشته کردی، یعنی تو پیرو مارکس هستی؟ یعنی خود به خود اگر نمیفهمن باید بفهمن، اگر نمیفهمن باید بفهمن، کتاب بخونن. و اگر کسی جرأت داره علم داره و دانش داره، علم و دانش و جرأت با تلفن و با دشنام دادن و با وقت ندادن و با 4 کلمه گپ زدن و باز در اینترنت انداختن که من فلانی را مناظره کردم، با فریبکاری نمیشه. قلم داری، مثلا ما اینمی کتاب کال فعلا نوشته کردیم، تقریبا حال فعلا شاید در حدود 300 صفحه یا 400 صفحه باشه من نوشته کردیم، عقیده خود نوشته کردیم. بفرما اگر تو عالم هستی، دانشمند هستی، پیرو قرآن هستی و سنت هستی، اگر در کتاب ما اشتباه هست قلم بردار و به شک مثل یک عالم و دانشمند نوشته کو که استاد دایی در فلانی صفحه کتاب اینی اشتباه را کرده. اگر تو عالم و دانشمند باشی، و من میگم که من معصوم نیستم، من اشتباهات زیاد دارم، بسیار خانه تاباد اگر کدام اشتباه داشتم اشتباه خدا اصلاح میکنم. اگر تو عالم هستی، دانشمند هستی، بفرمایی. وقت تو خب من با اسلوب اکادمیک یک کتاب نوشته کردم، پس تو هم بخیز به شکل اکادمیک یک کتاب نوشته بکن و رد بکن. اما این نمیشه که تو بخیزی فلانی. والله قدر ما هم شنیدیم استاد دایی اخوانی است، یک وقت میگفتن استاد دایی اخوانی است، باز گفتن استاد دایی تحریری هست، باز گفتن استاد دایی یک روز بروتای ما کم دلاک زیاد کل کرده بود گفتن استاد دایی تبلیغی هست. صحیح نه؟ یک وقت دیگه باز آمدن نشته کردن که استاد دایی معاون اسامه ابن لادن است. ماشاءالله چه لوکس. دیگر روز گفتن که استاد دایی، یک کسی در اینترنت نشته کرده که استاد دایی در فلانی جای بورس رفته، انجینیر گلبودین حکمتیار استاد دایی از نزدیکانش است و از شخصیت‌های با قربش است، از این خاطر ایره به بورس استاد دایی حکمتیار روان کردن. دیگه میگه که صاحب استاد دایی که از بسیار نفرهای نزدیک مولا محمد عمر است و بالاخره استاد دایی از اعضای بسیار عضو ارشد دولت اسلامی در عراق و شام است. استاد دایی عضو میخواه یک حزب جدید به نام حزب جوانان
مسلمان افغانستان تاسیس بکنه، والله اهلا و سهلا. این قضیه پا زیاد شنیدیم، این قطاپه ها سر ما زیاد زدن. بسیاری موضوعات است که علما در بسیاری مسائل اجتهادی هست، مسائل هست که انسان نمیشه که مثلا الیقین لا یزول بالشک. یک نفر یقینا مسلمان است، حال تو شک کردی که شایدی با اینی کار خودی کافر شود، حال تو مفتیستی، تو چی کاره هستی که بخیزی عاجل سر از این حکم بکن، پس در شک از کافر نمیشه تا سند یقینی که نداشته باشه. آل صاحب هر کس مجرده که یکی میخیزه دیگر تکفیر میکنه، دیگر کس دیگر تکفیر میکنه. والا برادرای عزیز، من امیر اعلان میکنم برشان، سیدی های مرا بشنوین، من تکفیری نیستم، من داعی هستم. ولو که یک کافر در مقابلم باشه، من نمیخیزم کافر رو نمیم، او کافر، او مرتد، او فلانی، برش قرآن تشریح میکنم. ولو که 100% ثابت است که نمی چی هسته؟ کافر است. و عقیده دارم نمی کافر است، لکن دین برش تشریح میکنم، عقیده را برش تشریح میکنم. میفهمم که اینمی نفر با اینمی عمل خود در شرک داخل میشه، برش دلایل میگم، حجت بیان میکنم، آیات قرآن برش تشریح میکنم، احادیث بیان میکنم، تا ای که انسان بفهمه که برادر عزیز این واقعیت بفهمه. باز بعد از او اگر اصرار کرد، باز آدم میتونه که بگه اونو برش گفتم فهمانده میشم دا که این نفر مشرک است. و الحمدلله همین دعوت تأثیر کرده، همین دعوت تأثیر کرده. بدعتکار دیدیم که در بدعت روان است، الحمدلله به هزارها نفر بدعتکار دیدیم که اصلاح شدن. کسایی دیدیم که در شرک مبتلا بوده، دعوتش کردیم، فهمانده میشن. آری خب ملت مظلوم است، این خب بیچاره مردم اکثریت بی سواد است، اکثریت نان خوردن خدا نداره، اکثریت عالمی نداره که بر از او قرآن و سنت تشریح بکنه. عالمای ما به دعوت نیاز داره، علمای ما که ادعای بسیار علمیت میکنن و نیاز دارن که بر از او 3 ماه کورس دعوت برش گرفته شود تا او اسلوب دعوت بفهمه. مردم ما نیاز دارن که بر از اونا روز به روز فهمانده شود. پس دل بسوزانیم، ایوازی که سر مردم تاپه میزنیم، ایوازی که تکفیر میکنیم، این کافر است، این مشرک است، این مرتد است. یعنی اگر کافر بریم برش بگیم که تو کافر هستی، تو مرتد است، پیش یک گوندو برو بگو تو کافر هستی، تو بت پرست هستی، تو در دوزخ میری، تو در جهنم میری، یعنی اون مردک است تو سر میکنه، شاید یک 4 دو تو را بزنه. اما اگر یک نفر دیده که در یک مرض مبتلا هست، علاج برش پیدا بکن. تو خوب آدم هستی، خوب هوشیار هستی، خوب فهمیده هستی، با این عقل و با این منطق تو چطور بر بت سجده میکنی؟ بالاخره میتونی که بوده آیسته آیسته قناعت بدی. از این خاطر مشکل امروز در افغانستان اینمی مشکل است که هر کسی زنگ میزنه و میخواد که اونمون نظر خود و فوراً یک کسی را تکفیر کنه و یک کسی را. یعنی ما حق نداریم که هر کسی را تکفیر بکنیم. یک نفر تو تکفیر میکنی یا مشرک میگی یا ملحد میگی و در روز قیامت تو در مقابل الله ایستاد میشه و از یخن تو محکم میگیره که پروردگار این نفر برای کل گفت که من بشه غیبت کردی و در روز قیامت جواب از اون چی میدی؟ از این خاطر این منهج بسیار منهج غلط است، این اسلوب بسیار غلط است. بعضی کسا زنگ میزنن و میخوای که عاجل برش سوالش جواب بگویی. حال برادر من مسلک من نقاط دقیق و اختلافات فقهی مثلا 4 مذاهب کلش من یاد ندارم. باش میگم من مفتی نیستم، همین سوال دارم جواب گفتن نمیتونم. برو از یک عالمی که صلاحیت فتوا داشته باشه از او پرسان کن. باز زنگ میزنه که استاد شما چه قسم مردم ها هستین، من شما را دیدم و سر شما اعتبار کردیم. آخه باش میگم برادر همین اسلام هم که هست چرا افراط میکنین؟ همین اسلام هم که هست مثل که تو پیش دکتر چشم میری تکلیف قلبی داری، اگه دکتر چشم تو رو دوای قلب میده او
ظلم کرده، هم در قسمت مسلک خود خیانت کرده و هم در قسمت تو ظلم کرده، جنایت کرده. زیرا او قلب نمیفهمه. او دکتر چشم است، باید بر تو معرفی بکنه که برو پیش فلانی دکتر متخصص قلب است. حالا وقتی که تو می یک سوال از من میکنی، خب من هم برات میگم که من رشته من دعوت است. من زیادتر در دعوت اسلامی کار کردیم. من زیادتر موضوعات عقیدتی رو درس میدم. برای من در فروعات فقهی زیاد نپیچ. نه صاحب، نواسه خاله بچه کاکای من که دختر عمه نواسه کاکای من 15 سال پیش شیر خورده. آل کواسه کاکای دختر مامای من که کواسه دختر کاکای مامای بچه کاکای من ازدواج میکنن. همین ازدواجشان درست است یا نیست؟ من میگم برادر خدا تو هدایت کنه، من هیچ نفهمیدم. ایره برو پیش یک استاد متخصص عالمی که اون میفهمه. و در این قسمت رضا تمام روز تدریس میکنه، مضمونش اینمی است. رضا ما در شرایط دیپارتمنت فقه داریم. استاد فقه دیگه هیچ کار نداره، تمام روز اینمی درسش است. یک استاد است مشخصا استاد میراث است، 20 سال 30 سال است میراث درس میده. او استادی که میراث یک قاعده داره. ما 20 سال پیش میراث خوانده، امیال تو بر من مسئله میراث بیاریم من نمیتونم مل کده نمیتونم. برای من میگه والا ما 4 تا بیادر داریم، 6 تا خواهر داریم. مادر کلان ما کته بابا کلان ما جنگ کرده بود، باز بابا کلان ما او رو طلاق کرده بود، باز 4 تا از او اشتک مانده بود، باز این مامای ما کته همو طلاق شدگی بابا کلانم کته از او باز مچم رفت دختر از او رو گرفت، باز 3 جریب زمین داشتن، باز زمینه به فلانی فروختن. بابا هم در کجا؟ در تلفن. یعنی مردم افغانستان چقدر از تکنولوژی استفاده میکنن. بعد از دیگه هیچ قرار کنه شاگردا بشین در صنف، هیچ نبین در صنف قرار در خانه بشینین. سلام علیکم استاد، همین درس دیروز چی بود؟ همین تو برام تشریح کو. نه؟ باز صاحب ما برازو باز 2 دقیقه تشریح کنیم خلاص چی گپ است؟ بگیم که این سیستم درس‌های پانتون چی شده؟ یگان تا میگه استاد یک سوال دارم. در حقیقت او 1 ساعت برای من تشریح میکنه. باز یک استاد است مرا چی میگه والا استاد امروز ما تو اردوی ما مدعو شدیم. چرا مدعو شدیم؟ گفت ما تو رفته بودیم که ما برای از دعوت بدیم. وا چی کردن؟ وا دعوت کردن. بعضی کساست یک روز در چیز رفته بودیم در قلعه لوگری. من یک روز اینجا آمدم چند درس درباره کی گرفتم؟ فرخنده. سیست؟ آل برادر عزیز، من مسئولیت من این است که من بخیزم مال از فرخنده دفاع بکنم یا از فلانی دفاع بکنم. امیال روزانه به صدها نفر مظلوم در افغانستان به شهادت میرسه. به صدها نفر. گای راکت کروز میخوره، گای طیاره بمباردش میکنه، گای به شکلی از اشکال خانهش چپه میشه. وادت عالم اسلام ما شما به روزانه هزارها نفر که تکت تکه میشه. دستش یک جای افتاده، پایش دیگه جای افتاده. حالا من خو وکیل مدافع کل از یا نیستم، لکن در قضیه فرخنده ما چرا آمدیم 3-4 در تلویزیون هم گپ زدیم، اینجا هم گپ زدیم؟ به خاطر که موضوع قتل فرخنده موضوع 10 نفر و 1 نفر نبود که بین قاتلین و مقتول باشه. موضوع بود که از مرگزی به ضد اسلام استفاده شد که علمای اسلام این قسم قتل‌ها را تایید میکنن و اسلام ای میکنن، میخواستن بس برای دنیا نشان بدن که یعنی یک پروژه خطرناک جنگ فکری ضد اسلام بود. من خیستم از اسلام خود دفاع کردم. اگه نه من امروز میبینم کسایی هستن که دمیک جهان اسلام از فرخنده کدن مظلومتر به شهادت میرسه. پیش روی چشمش خانوادهش آبرو و عزتش میریزه. پیش روی چشمش بسته فامیلش تکت تکه شده افتادگی است. حالا خب کل از اینا قابل ترحم هستن.
اما وقتی که خب میفهمیم که این لشکر کفر است، این لشکر ایمان است، بین لشکر کفر ایمان تا روز قیامت اینمی جنجال و جنگ است. جنتی به جنت میره و دوزخی به دوزخ میره. اما از اون ما برشان میگم برادر، شما موضوع رو درک کنید. شما موضوع رو درک کنید. ما به خاطر این سر از این موضوع زیاد ترکیز کردم که در اینجا دشمنای اسلام میخواستن که اسلام رو بدنام کنن. من خواستم برای مردم دفاع از اسلام خود کردم. من خواستم پروژه جنگ فکری رو خنثی بسازم. یک نفر در امریکا در تلویزیون میشینه، اینه سعی کنین فلانی جای قتل شد، یک دختر کشتن، ایره استادا کلشان، علمای افغانستان و دعوتگران افغانستان کلشان ایره تایید میکنن و کلشان خاموش هستن و کلشان که خاموش هستن علامت رضایشان است. این ما چی کنیم؟ و اونجا به 10,000 نفر زنگ میزنه نفر که از برای خدا اینجا به ضد اسلام توطئه هست. حالا ما خود نیستیم که به سطح افغانستان کار میکنیم. ما دعوت ما به سطح جهان است، برای مسلمان های کل دنیا هست. امروز اگر از CD های ما 10% در افغانستان استفاده میشه، 90% دیگه در اروپا و امریکا و استرالیا استفاده میشه. پس اینا ما مجبور هستیم که از اسلام و واقعیت های اسلام بر کلگی بیان بکنیم. وقتی من خواستم پروژه جنگ فکری که اونجا دشمنای اسلام به ضد اسلام استفاده میکنن، اینمی CD های ما کمر از اونها رو شکستان. پس بر از اونها سند شد که این شما سائل کنین که اینی استاد است، اینی موقفش است، اینا تایید نکردن، اینا کس را فتوا ندادن، اینا نمیخوان که محکمه در روی بازار، محکمه های صحرایی ساخته شود در روی بازار و هر کس بخیزه، هر کس به هر نامی که اشتباه کرد یا جدی کرد یا برازی کرد. موقف اسلام ما بیان کردیم. یک نفر میخواسته بدون از اینکه ما را وقت بده که گپ بزنیم، غر 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 باز استاد ما شما را خوش داشتیم و حالا شما را خوش نداریم. حالا ما چی کنیم که مردم مرا خوش داشته باشه؟ الله مرا خوش داشته باشه. من رضایت مخلوق کسب کنم به خاطر از اینکه مخلوق خفه نشه، الله از پیش من خفه شه. هیچ در غوری رایی میکنی، کتابا در غوری هم رایی نکردی. در غوری که اگر کدام وقت میخوای رایی کنی، امور در قلبیل رایی کن که تا خانه ما نرسه. الله برای توفیق نده که برای من تو پیسه بدی. الله برای توفیق نده که تو برای من نان کنی. الله برای تو توفیق نده که برای من میمانی بکنی. الله برای من توفیق بده که کچالوم از دین اسلام دفاع بکنم. والله اقدر مردم تو را خوش داشت، حالا اقدر مردم خدا کنه کل مردم مرا بد ببینه. خوشی مردم برای ما مهم نیست. و انسان که مؤمن است و واقعا یکی در ایمان کس ما شرک نمیکنم، لکن بعضی کسا خوب مسلمان است لکن توطئه دشمن نمیفهمه، پروژه دشمن نمیشناسه، 4 صفحه در جنگ فکری نخوانده، نمیفهمه که چه قسم دشمنای اسلام از اشتباهات بعضی از مسلمانای ساده استفاده میکنن. پس ما باید به چی کنیم؟ وقتی که ما سر از او کار میکنیم، ما خب به اساس فکر کار میکنیم، به اساس اندیشه کار میکنیم. تو خب بسیار ساده فکر میکنی. پس اگر تو مسلمان واقعی هستی، درد دل مرا باید درک بکنی که چرا مثلا از این مسئله زیاد تاکید کردم. اینا بعضی اوقات است بعضی مردما بسیاری چیزا رو نمیفهمن و باز از اون میخیدن صاحب تبصره میکنن و گپ میزنن و فلانی چیز میگن. والله من کس که تبصره بکنن خوب است، غیبت بکنید. والله ما دو روز قیامت از یخن کلش میگیم. کسی که درد دل ما را درک نمیکنه و سر ما قضاوت میکنه، والله در روز قیامت از یخنش میگیره. یک کلمه درباریم گفته باشه، اگر در روز قیامت از یخنش نگرفته و پیش خالق متعال پیشش نکردم و باز برش نگفتم که پروردگارا تو عالم غیب هستی، قلب ها را قلب ها به دست تو هست، تو مرا محاسبه بکن از قلب که من چی میخواستم ما چی میخوای. اگر ما میخواستیم که شهرت و قدرت و چوکی و پیسه و گپا تقاضا داشته باشیم، والا چوکی و قدرت و پیسه و گپا اگر خواسته باشیم، تو پشتش میدوی، برای ما در پشت خانه ما میه. متوجه هستی؟ تو پشتش میدوی اما پشت خانه ما میه. حالا اون برای قاری صاحب طاهر، برای بسیاری کسا قاری خالد پیش برشان فلم دعوت از امریکا، حتی مسلمانای امریکا دعوت کردن. همین 1-3-4 ماه پیش یک چند نفر آمده بودن، گفت استاد اونجا ما یک هفته شما را تو را قاری خالد و استاد کوثر دعوت میکنیم، اونجا ما در یک برنامه اسلامی اوترا داریم. ما گفتم صاحب ببخشید ما وقت ندارم، اینجا درسای مزیات است. در استرالیا هم دعوت شدیم. در استرالیا آمدن قاری صاحب طاهر خبر دارن که آمدن، گفتن بیا خودت و فامیلت و اونجا مرکز خوب مسجد لوکس است،
خوب فلانی و فلان. گفتم بیادر گل نیست، من همیشه همین کار دعوتم خوبتر است. والا زندگی در استرالیا و در آلمان و در امریکا و در فرانسه و در ایتالیا هر جایی که خواسته باشیم بسیار خوب است. لکن از خدا بترسید، زود قضاوت سطحی نکنید. اگر کدام وقتی یک گپ هم گفتیم ولو که به جدیت گفتیم، به خاطر رضایت الله گفتیم. اگر سر کس قار هم شدیم به خاطر خود قار نشدیم. مرا یک از 20 دوام بزنن والا روزانه قاری صاحب تاری یا شیشه بودن یک جای یک نفر 6 10 دقیقه یک 20 دو خود مرا زد. بعض کس هم گپ زدن خود یاد نداره. خوب خدا پروفسور میگیرم گپ زدن هم کسی یک هنر کار داره. دمی 10 دقیقه یک 20 دفعه ما فهمیدیم یک 20 دو زد. داخل گفتم خانه تا با تشکر از این دواکای. لکن من قار نشدم، بس قناعت دادم. اما اگه کدام قارم شدیم احساسیات ها بودیم به خاطر رضایت الله، به خاطر دین الله. از این خاطر زود قضاوت نه قضاوت من شما را نمیم کسایی که شما اینجا در درس های مشین، من کسایی میم سی دی ما را میشنون کاش که در درس ما بیای بشینه. اگه او در درس بیای بشینه روبرو کت آدم بشینه بازو خودش همه چیز درک میکنه میفهمه. ما میفهمیم کسایی که در حلقات درس میان و اینجا میشن یا الحمدلله اما اخلاصشان از اخلاص ما کده الحمدلله خوبتر است، فهمشان از فهم ما کده خوبتر است، درکشان از ما کده خوبتر است. نام جوانای آگاه و روشن هستن که هر کدامشان در خدمت دین هستن و خدمت زیاد کردن و میکردن. حتی حلقات درسشان که ما رفتیم دیدیم بعضشان جور کردن، در فامیلایشان دیدیم. یعنی باور بکن ما بسیاری وقتا اخلاص از اونها را دیدیم خودم احساس کمی کردیم. لکن کسایی هستن که یک کنچک سی دی یا یک قسمت گپ هم میشنون موضوع را درک نمیکنن و نمیخواین که ما مثلا تمام روز بخیزیم و دست ما هیچ وقت کدام روز شما رو گفتیم که شما تاپا بگیرین جور کنین تاپه کفر گفتیم میتون تاپه شرک جور کنین تاپا بگیرین بزنین گفتیم دعوت کنین. والا کافر درجه یک کاش که من نمیل دمی تقاضم کاش که یک کسی جوان پیدا شه یک نیم ساعت وقت برای ما بگیره که تو اوباما بگیره نه یک نیم ساعت وقت بگیره که تو رئیس جمهور اسرائیل دین آدم برش برسانه دلایل برش بگویه که تو رئیس جمهور روسیه از کدام جوان بگیره برای ما نیم ساعت وقت ما بریم کتش گپ بزنیم. والله شاید باور بکن چرا ما اکثرا دیدیمش از اروپایی امریکایی از جای مختلف که کتش آمده ششته و برش اسلام بیان کردیم ولو که مسلمان هم نشده چی کده؟ رضایت نشد. حق است به خدا گفته حق است. وقتی برش گفتیم که اسلامی نشده میگه تو کی میگی؟ ما والا صاحب بونو یک صلیب پرستش میکنم میگه ما توی صلیب گفتم تو کدام روز تو فکر کردی؟ میگی صلیب خدای ما دستایش بسته است. ما گفتم بیچاره دستای خودش بسته است. دیدن هم یکس در کلیسا آل دستایش بسته است. یک نفر یک دختر برد تجاوز جنسی میکنن در کلیسا صحیح نه؟ آلی بگوان بیچاره بسته است. صحیح نه؟ آلی بسته است. آلی چطور بخیزی خدا نجات داده تا بالا نتانستن او رو چطور میتونه کمک بکنه؟ خنده میکنه و قناعت میکنه. خیلی شما خدایتان من میم خدای ما هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. همین صفاتش بله قوی هست قدرتمند است متوجه شده یعنی جهان کنترل میکنه عالم غیب است اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ای خالق من سبحان الله امی از خالق ده اینمی از خالق من. ما یک مضمون است به نام مقارنت الادیان مقایسه بین comparison میگن چی میگن comparative که میگن comparison between religions چی comparison خب اینی مقایسه هست بین چی ادیان.
این وقتی که تو خالقه بیکت یک نفر مقایسه بگوری که در یهودیت چه قسم معرفی میکنن، در نصرانیت چه قسم معرفی میکنن، در اسلام چه قسم معرفی میکنن، در هندویزم چه قسم معرفی میکنن. هر انسان عاقل که است خالق را که قرآن عظیمشان معرفی میکنه به این تسلیم میشه. من یک مثالش براتون میگم. در کتاب یهودی‌ها چی میگن؟ در توراتی که تحریف شده در یکی از صفحاتش میگن و اگر این خاصی مسندشان براتون دارم سندشان براتون میدم، مستند براتون اگر خاصی ندارم کتابش میارم براتون صفحه‌اش کلش براتون میگم. میگه یک شو یعقوب در یک صحرا برآمد که یک نفر کشتی گرفت. فهمیدید؟ که یک نفر کشتی گرفت. تا دم صبح با هم کشتی میگرفتن و این نفر که میگه یعقوب میخواست چپه بکنه او گرفت از همین زانوی یعقوب چوندی گرفت یا چطور گرفت. مقصد یعنی یعقوب سر از او چی بود؟ زور بود در کشتی. صبح وقتی که وادی خلاصی کشتیگیری شد این نفر میخواست بره، یعقوب گفت نه تا که خدا بر من معرفی نکنی من تریلا نمیدم. بالاخره میگه نفر خودم معرفی کرد. یعقوب گفت که نام امی منطقه را فنیئیل ماندن. در تورات فنیئیل جایی که خدا را دیده. یعنی کسی که یعقوب تا صبح کسی کشتی گرفت کی بود؟ العیاذ بالله. یه از کتاب ازیه این حالی این خالقی که کتی یک بنده خود کشتی میگیره سرش چپش میکنه. این بازی کائنات چه قسم حفظ میکنه؟ برای یک ساینسدان بگو این خالقی که یک مخلوقش رو چپه میکنه این چطور میتونه که این نظام شمسی رو این سیارات و این کائنات این چی کنترل بکنه؟ آدم ساینسدان میگه که نه خالق آسمانا شده نمیتونه. پیش نصرانی ها که بیایی میگه صاحب خدای ما را یهودی ها گیر کردن شخ بستهش کردن در صلیب. چرا نصرانی ها در گردن خود صلیب میپرتن؟ میگه این خدای ما بود این را گیر کردن این را در صلیب بسته کردن در استاش میخ زدن در سر کلهش هم خاردار ماندن و این آنقدر زدن و لط کردن و خونش ریختاندن که وضعیتش خراب شد. بازی مرد با 3 روز بعد پس زنده شد باز آمد این جهان کنترل میکنه. این 3 روزی که مرد دیگه دنیا چی بود؟ خلای قدرت بود. فهمیدی؟ اون دوها را صاحب اون فیلم پیکی را دیدین. اون دوها کس آن صاحب رنگارنگ یکیش پیش فیلم میره و یکیش پیش مار سجده میکنه و یکیش پیش چیز اینی قصه. اما وقتی که در اسلام می قرآن عظیم شان باز میکنی و میخوانی خالق را براتون نشان میده با عظمت با توان عالم غیب صاحب اراده صاحب قوت سر دشمنای خود غالب والله عزیز ذو انتقام. پس وقتی که اینو مطالعه میکنی احساس میکنی که من در مقابل خالق واقعی چیز قرار دارم. از خاطر اکثرا ساینسدانان حتی در اینترنت یک مصاحبه من است که یک ژاپنی که میگه من وقتی که در پانتون داخل شدم در خود در ژاپن وقتی که ادیان میخواندم وقتی که خالق قدمی ادیان مطالعه کردم نمیس ادیان مختلف بالاخره گفت قناعت من منیسی یک ژاپنی حاصل شد که خالق واقعی را که معرفی میکنه قرآن عظیم الشان است. یعنی حتی با بزرگترین ساینسدانا و بزرگترین دانشمندا که بشینی یکی خیلی لوده است یک کسی هست نه یک کسی هست میگه برش بگی که نمیسات میگی تصادف است خب بگی بند سات بگی یام تصادفی است تو سر به خود هم تا آمده بگی خیلی اقربکای رو جور کرده یام تصادفی است خب خیلی کتاب من یام تصادفی است خب خانه خراب
سر از این ما کار کردیم، فصلش ما نشته کردیم، خطاش نه تصادفی است. این مایک تصادفی است. این تیمکش یام تصادفی است. این بوتل او یام تصادفی است. دانکش که خورتر کارده که تصادفی میخواد یک دانش کټه می بوده در این قسمی. این چه زیر نه تصادفی است. خیمه که می نوشم یام تصادفی است. خیلی چشمای مگه در چقوری است. بعضی کسا خدا بسیار با عقل میگیره، بیخی فکر میکنه که بیخی دیوانه است. این چشمای من بگی هم تصادفی است. این چرا خیلی اینجا نه زی چقوری است؟ تصادف است. خیلی چشمای من چرا دیدان ما عادی هست به مزه؟ دی چشم چرا او شور است؟ تصادفی است. یک سیلی کشش کردم تصادفی است. گفتم برو ان شاء الله دوزخ میری تا باز کنی در دوزخ هم انداخت والا تصادف. یک شاگرد ما بود، او یک فلسفه رو خوانده بود به نام خیالی. مرا خنده میگرفت. بگم همین صنف چطور است؟ میگه یک خیال است. میگفتم استاد مثلا من چیزی به نام خودت وجود نداره، فقط ما تو تصور میکنیم که هست. خودت خیال است. رفتم یک سیلی رو کش کردم، یک بگذارم تخته پشتش زدم. هیچی بود یا یک خیال است. حالکت است. باور بکن 3-4 سال شاگرد ما بود. در صرف که یگان دقیقه ما در صرف که یگان سال ما دق میارد و بیخواستم خنده کنیم، بازی رو استاد میکردم. تو بخی خیال محمد خانه بازی میخی هیچ قناعت نمیکردم. هر چیزی که باش میفتم کل چیز خیال خیال خیال. این حال اونو تو مردم ها که از کل یک کچ کچ خنده میکرد و این رو با کم گرفت. از این خاطر اکثرا دانشمندا و علما کس امروز در جهان چی میشن به طرف اسلام رو میرن. عیب دکی است؟ عیب دماست. عیب دکی است؟ عیب در مسلمان های چانسکی است که ما نه دین خدا صحیح فهمیدیم، نه قرآن برش وقت دادیم، نه قرآن درست فهمیدیم و نه قرآن بر مردم صحیح معرفی کردیم. عیب دماست. هر وقتی که ما متوجه عیب خود شویم، حالا ما در چی هستیم؟ ما در چیزهای بسیار جزئی صحیح نه؟ مصروف هستیم که اگر از این جزئیات ما براییم، مثلا من دستم ششتم، حالا مثلا دستم این قسم ششتم خوشش چند دست تارن شد، اگر از این قسم ششتم تا اینجا فرض ادا شد، خلاص تو این قسم باشوی من این قسم میشه صحیح. اگر مسائل فروعات فقهی باشه، این حال ما سر از این مسئله که اگر کس دست خود از این طرف شد یا این طرف شد در دوزخ میره، وضو کرد دیگه، ها وضو کرد. حال وقتی که وضو کرد، من تا یک ماه پیش قسمی میشستم، اون روز یک حدیث شریف خواندم که رسول الله وقتی که میشد باز اینجا خودم چی میکرد؟ آب میریختم. حالی قسمم میکنم آب اینجا خودم زیر نل میگیرم اینجا بالا باز تو رام میکنم. پس حال اگر از اینی گپایی که خورد ریز است و سر از اینی گپ تو کافر است، تو مرتد است. اگر از این بخیزیم برایم صحیح بخاری درست بخونیم و در احادیث از این تو دقیق فکر بکنیم و بر یک کافر بیان بکنیم. میگه عن زینب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي من وراء الناس. برای ما گفت که تو طواف کو به عقب مردم و انت راکبه، در حالی که تو چی هستی؟ سوار هستی. فطفت من وراء الناس و رسول الله صلی الله علیه و سلم حينئذ يصلي على جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مستور. خب باب طواف النساء مع الرجال، باب ثابت است در بیان طواف زنها با همراه مردها. امیر به کافر بخوانی بگه که اینی که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است
تو بگی سعی کو که در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم زنها با مردها چی میکردن؟ طواف میکردن. حال تو خود میگی در کتاب شما درباره زن چیزی نیست. و این زن از رسول الله پرسان میکنه، میگه من کمی مریض هستم. رسول الله برش میگه خیر است، تو مریض هستی؟ مردا که طواف میکنه تو هم در عقب از اینا چی کو؟ طواف کو و تو سوار باش. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم طبیعت از این خانم به اندازه برش سهولت ها را پیش میکنه ها که طواف تام بکن و سوار طواف بکن. مردا پای پیاده طواف میکنن چون تو مشکل داری چی شو؟ سوار شو. یکی نگفته دقیق سوار چی شو، که سوار کدام اسب است یا شتر است یا هر چی است و طواف تا بکن. اگر نمیره بگیری این سفر را باز بکنی و برای یک کافر تشریح بکنی، چی میگه کافر؟ حقوق زن است نیست؟ عزت بر زن است نیست؟ ها؟ حق عبادت بر زن است نیست؟ اینا خوب است، ما نیست برش تشریح بکنی. اگر تشریح بکنی یک کافر چی میشه؟ مسلمان میشه. وظیفه ما تو این خوب است و یا بخیزیم یک مسلمانی که کلمه میخوانه و دیندار هم است و خوب آدم هم است، یک روز چی کرد؟ اشتباه کرد. یک نفر غلط وضو میکرد، اینجاش خشک میمان، صحیح؟ پشت پایش به جلکایش خشک میمان، زود وضو میکرد. در اینجا حسن و حسین رضی الله عنهما ایره میبینن، این دو تا بیادر است یکشون دیگه سهل میکنن میگه ریش سفید است که کاکاره. یا دیگه تو قرار ایران سهل داری که وضو کرد، دیدن که وضو ایدی خو نشد. چی باید میکردن؟ باید به این نفر میفهمند نمیفهمند. آمدن برش گفتن که برادر جان یک مشکل است، سعی کنید اسلوب دعوته. گفت یک مشکل است. گفت چی مشکل داری؟ گفت ما دو نفر وضو میکنیم، امی خودت بیبی که وضوی مثل این سیازی سیست، تو قاضی شو، تو بگی وضوی مثل ایست یا وضوی دیگه بگیری صفحه گفت بیارن بگیر بیشلا به جای وضو کنه مسائل میگه یا خوب با سینای خدا بلند کردن، خوب چیزای خدا کردن دیگه وضو رو شروع کردن. نسای که کاکا جان ما وضو میکنم از این خوب آوا گرفتم، نسای که ببینی کاکا جان اینی قسمت های ما من تر شد، دیدی دست ما رساندم این روی ما از اینی بغلای ما کلش ششتم کی قسمت اکایم خشک نمانه، اینی جیم خشک نمانه، اینی بغلایم خشک نمانه، این ششتم این ریش ما من خلال کردم. فیس کاکا جان بازی دستام ششتم این کاکا جان به خاطر اینکه که این قسمت های اگان خشک میمونه این کاکا جان ساک این انداختم این رو آوا گرفتم انداختم اینجا سعید کاکا جان دیگه شب سعید دیگه شب بازی خوب. حسن رضی الله عنه وضو کرد، بازو حسین رضی الله عنه این کاکا جان ما وضو میکردم، این سعید روی ما شستم، این ما سر کردم، این سعید پای ما سایکو، این سعید بجلک سایکو، این سعید بین پشت بجلک اگان نفر چی میمونه؟ خشک میمونه. و رسول الله صلی گفته ویل للعقاب من النار. ها دیگه گفته که ویل شدت عذاب بر کسایی که بجلکاش پیش سرش خشک میمونه و این باز داتش دوزخ. این کاکا جان این رو مراحت کرد. خب خلاص نرده شد. خب کاکا جان این حالا بگو وضوی من صحیح بود یا وضوی ازی؟ کاکا گفت قضاوت کنم که وضوی تو صحیح بودی ازی؟ گفت قضاوت کن. کاکا گفت خب وضوی تو وضوی ازی؟ قضاوت مایی است که وضوی تو هم صحیح است، وضوی ازی هم صحیح است، وضوگاه که خودم خراب است. من خودم وضو رو چی کردم؟ این حالا اونا دین بر مردم به چی طریق میرسنده؟ به طریقی که او جان مقابل شخصیتش هم چی نشه؟ پایین نبه، آبروش پایین. اگه ما تو یک نفر دیدیم، یک روز یک کسی مرا دید اینجا یک کمک خوش مانده، چی میگه؟ اگر این قسم وضو کنی در پشتت ابدا نماز نمیخوانم. مثلا میش نخواه اجازه تا بکن. خب کجایش است؟ اینجا کجا؟ اینجا نه این قسمت اینه این قسمت بابا حالا گفتم من و هم ایدیا کم کجا گفته؟
الی المرافق گفته تا به اینجا. اینجا هست. اینجا در کدام صورت است که گفتم میتونه ششتنش؟ آفرین. غرم محجلین. غرم محجلین چه قسم است؟ که تو وضو میکنی، فرض تا اینجا ادا شد. این رسول الله امت خدا میگه در روز قیامت، میگه امت رسول الله مثل اسب‌های ابلق میباشن. اسب‌های ابلق چه قسم است؟ که کل بدنش سیاست، رویش، دستایش و پای جای وضوش که چی است؟ سفید، اما تو ابلق است. گفت اگر شما میخواین که امی سفیدیتان در روز قیامت زیاد شوه، باز میتونی چی کنی؟ اگر آستینت کوتاه بود یا شده، این قدر دیگه شما ترکو که سفید. من بیچاره خو فرض خو ادا کردم. تو دایی سرما چرا شد؟ میگه این حال گپ سر چی است؟ که اسلوب دین رساندن و دعوت دین برای است که شما جوانای دعوتگر و مسلمان هستین، با یک اسلوب یک کسی را بفهمانین که اون نفر احساس نکنه که تو سر از او انتقاد میکنی، بلکه تو دعوتگر هستی، بر از او به یک اسلوب میفهمانی. مثلا بی نماز نگو که نماز بخوان. برای بی نماز اول از کجا شروع میکنیم؟ کی میفهمه؟ هر کسی که گفت آفرینش. آیسه بریاله؟ آفرین. این آیسه بریاله دایی بزرگ است. این اول نعمتهای الله را بر از او بیان میکنی. اگر دو چشم نمیداشتی، نابینا میبودی و بر تو یک کسی آماده میشد برات میگفت که دو چشمت برات عملیات میکنم، $20,000 مصرف داره، اینی $20,000 برای تو میداد تو چشم میگه، گفت به شرطی برای تو میدم که روزانه 5 وقت برای من 4 ساعت لب از نل بیاری. چی میکنی؟ صحیح. خیر از برای من $20,000 بده، من چشمای من تداوی میکنم، روزانه 5 دفعه صبح برای 4 ساعت لب میرم از نل میرم، خانه‌شم دو بغل کوست، نلم دای پایین است. تو 4 تا سطل صبح میردی، 4 تا پیپر، 4 تا رم پیشین، 4 تا دیگر، 4 تا شان می آوردی نمیگه آقا میرم. پس او خالق متعال که بر تو تا چشمه داده، سطلام نه، فقط نمیشه در هر وقت برید 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه عبادتش بکنی. اگه قلب نمیداشتی تو برو پیش بعضی کسا هست که یک چراغ امو گروپ قلب چی است کار نمیکنه، برش بگو میگه اوه تنها از معاینات ازی اون قاری صاحب طاهر از برادرش بگو تابال چند $1,000 سر تکت و رفت آمد از این مصرف کنی و تابالم اون دوا خوردم. خب تو که قلب اوریجینال این تکلیف نداری، این رو خالق متعال بردادن. این قدر که بر تو $30,000 $40,000 یک قلب، آیا از او تشکری میکنی یا نمیکنی؟ میگه شکر میکنی. پس او خالق که بر توی قلب داده چطور؟ پس اون نمازخوان به این شکل چی میشه؟ بیدار میشه. وقتی بیدار شد نگو که نماز بخوان، اول نعمتهای الله را برش بیان بکن. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده